دوستان سلام، وقتتون بخیر. امیدوارم حالتون خوب باشه. من چت رو باز میکنم. اگر امکانش هست صدای من رو اگه دارید یه عدد مثبت یا یک بذارید لطفاً که بدونیم صدا تصویر میاد. خیلی خیلی ممنونم از همگی اینکه روز جمعتون رو وقت گذاشتید اومدید اینکه سواد مالی کنار هم دیگه یاد بگیریم. فوق العاده ارزنده است. مرسی از همه دوستان. من با اجازهتون چت رو میبندم که حالا حواس بقیه دوستانم پرت نشه، یه سری توضیحات بدیم و بعد شروع بکنیم جلسه امروزمون رو. خب امروز دومین در واقع جلسه از آموزش سواد مالیمون رو داریم. اولا حالا سوال پرتکراری که چند نفر دوستان پرسیدن، بله حتما ضبط میشه. الان در حال ضبط. من یه چک نهایی دوباره بکنم که داره ضبط میشه یا نه. بله داره ضبط میشه. و ما الان قراره که با هم دیگه امروز توی این جلسه راجع به چک لیست سرمایه گذاری صحبت بکنیم. یه چالش جالبی که وجود داره در مورد این مباحث اینه که عموما اگر رایگان بگیم، اگر همینطوری مثل این وبینارها باشه یا لایو ها باشه، تعداد کمی میان. الان تقریبا 1500 نفر، 1500 خورده هم بود ثبت نامی داشتیم، ولی خب تعداد کمی آنلاین میشن. ولی خب اگه معمولا پولی بذاریم اینها رو، آدمای خیلی بیشتری میان دیگه و پیگیرتر هم میشن که خب البته ما تلاش میکنیم که تا حد ممکن به اون سمت نریم و تلاش بکنیم که همین مباحث رو اینجوری کنار هم دیگه یاد بگیریم دیگه. بالاخره اگه کسی براش مهم باشه دیگه فرق براش نداره دیگه، میلیونی باشه رایگان باشه، به دنبال یادگیری هست. ما قراره اینجا یه سری اصول و چارچوب یاد بدیم. قرار نیست که بهتون در واقع بگیم چی کار بکنیم، چی بخریم. میخوایم یه تفکر سواد مالی درستی پیدا بکنیم. چرا موضوع امروز رو گذاشتیم موضوع چک لیست؟ چون مهمترین و پرتکرارترین سوالی که از ماها میشه اینه که حالا هر کسی مثل من توی این فضای سوشال مدیا باشه یا فعالیت در واقع اقتصادی داشته باشه، از دوست و فامیل گرفته تا هر کس دیگه ای، اولین سوالی که میپرسه اینه که چی بخریم. خب این خیلی سوال بدیه دیگه. یعنی من عموما این سوالا رو هیچ وقت جواب نمیدم به چند علت مهمی. که این که خب من نمیدونم، مثلا من به شما بگم مثال فلان سهم بورس خوبه، من خودم امروز خریدم برو بخر. خب من وقتی نمیدونم چقدر دانش داری شما، به چه جوری میتونم به توصیه بکنم؟ با بورس آشنایی داری؟ یا مثلا من بگم که بیت کوین الان خیلی خوبه، خب بریم بخریم. خب من وقتی سطح ریسک شما رو نمیدونم چه جوریه، چطوری میتونم بهتون توصیه بکنم؟ هدفم اینه که امروز توی این برنامه‌ای که با هم هستیم راجع به این صحبت کنیم که چی کار بکنیم که ما خودمون یه درک نسبی داشته باشیم. یعنی لطفاً یه کاغذ خودکار بردارید، اینا که میگم بنویسید. قبل از اینکه از هر کسی بخواید بپرسید من فلان کار انجام بدم یا ندم، چی بخرم چی بفروشم، کی بخرم کی بفروشم، به این سوالا رو از خودتون بپرسید. احتمالاً خودتون جواب سوالاتون رو خودتون پیدا میکنید که اصلا منطقی هست براتون یا نیست این کاری که میخوایم بکنیم. دونه دونه مفصل راجبش حرف میزنیم، بهتون میگیم که چه مدلیه. یا باز اگه مشاوره هم نخواستید از کسی بگیرید، بیاین اینها رو برای خودتون قبل از سرمایه گذاری یه چک نهایی بکنید که من آیا به دردم میخوره این گزینه سرمایه گذاری یا نه. مثلا من تصمیم میگیرم برم خونم رو بفروشم، یه خونه بزرگتر بخرم، یه پول خوبی بهم رسیده، حالا یا وام یا هر چیز دیگه. خب من میگم پول دارم دیگه، پول دارم، خونه هم دارم، الان برم این کارو بکنم یا نه؟ خب این خیلی سوال کلیه دیگه. اولویت ها چیه؟ ریسک پذیریمون چه حده؟ آیا میتونیم، اصلا نیاز داریم به خونه بزرگتر یا نداریم؟ چشم اندازمون برای زندگی چیه؟ اینا خیلی مهمه. پس قبل از هر تصمیم مالی هم مهمه که این چک لیست رو داشته باشیم. خود چک لیست در من انقدر اهمیت داره که من توی تقریبا هر چیز و هر کاری یه چک لیستی برای خودم آماده کردم. مثال میگم، میخوام تصمیم میگیرم وارد فضای یوتیوب بشم، مثال یه چک لیستی پر میکنم ببینم که یه سری سوالهای شخصی برای خودم، آیا من منطقی هست اصلا وارد بشم یا نه؟ اگه بخوام وارد بشم به چه چیزهایی نیاز دارم؟ یا با تو شراکت همینطور، من تصمیم میگیرم یک پروژه‌ای رو شروع کنم، شراکتی با یک نفر، یه چک لیستی دارم که آقا این شریک من این پارامترها رو داره یا نداره. مثال میگم، یه چیز اصلا ربطی به سرمایه گذاری هم نداره، برای من به عنوان مثال این یه دونه از پارامترهایی که تعهد طرف رو نشون میده. آیا این آدم متأهلیه یا مجردیه؟ اگه متأهله چقدر وقتی که تعهد داره؟ و آیا این اصلا زندگیشون در چه حده؟ متأهل هست و سر و گوشش میجنبه یا نه؟ خب ببین خیلی مهمه دیگه. شاید توی شراکت مدل آدمو تفاوت پیدا بکنه، ولی من 10-15 تا سوال این مدلی از خودم میپرسم راجع به این آدم
که ببینن این آدم تعهدشو بهش پایبند میمونه یا نه. کسی که توی عهد زندگیش متعهد نمونه، احتمالاً منی که شریکشم هم یه جایی دور میزنه دیگه. پس چک لیست مهمه. چک لیست اهمیت داره که ما شکست کمتری بخوریم، مشخص بشه کجا میخوایم بریم. ببین یه بدیهی که وجود داره اینه که تو فضای سرمایه گذاری هیچ وقت نقطه رضایت براتون ایجاد نمیشه، هیچ وقت. یعنی اگه شما، من بهتون در واقع مثلا میگم یه پورتفوی پیشنهاد بکنم که شما 100 میلیون تومان دارید، 100 میلیون سود بکنید در عرض یک ماه، به این فکر میکنید که اگر مثلا 500 میلیون میرفتم قرض میگرفتم، اگه ماشینمو میفروختم الان چه اتفاق میافتاد؟ همیشه یه سطح بالاتر رو ما منتظرشیم که اتفاق بیفته. پس هیچ وقت خوشحال نمیشیم از سرمایه گذاری هامون، که به این فکر نمی کنم من 100 میلیونم شده 200 میلیون، به این فکر کنم که کاش ماشینمو میفروختم، این کاش قرض میکردم، این چرا شاید این فرصتی تکرار نشه. برعکسش هم همینطوره. برعکسش هم مدلیه که من اگر ضرر بکنم به این فکر میکنم، شروع میکنم خودم رو سرزنش کردن و دعوا کردم با خودم که ای کاش من این مسیر رو رعایت میکردم، درست میرفتم جلو و خیلی مباحث دیگه. پس داشتن چک لیست یکی از مهمترین مزیتاش مزیت روانیه. شما نتیجه که به دست اومد میری چک لیست رو نگاه میکنی، آقا من 50% سود کردم، تو چک لیست من 30% سود راضی بودم، 30% ایدئال هم بود، الان من 50% سود کردم، اوکی. پس این گزینه سرمایه گذاری تمام با سود زیاد هم بسته شده، من باید برم سراغ سایر گزینه ها. این مهمه. سعی کردم یکم مقدمه براتون بگم این 4-5 دقیقه اول که بقیه دوستانم بیان اهمیت چک لیست رو متوجه بشین و بعد بریم دیگه دونه دونه بگیم که چک لیست چیه و چک لیست سرمایه گذاری و ما چطوری میتونیم این چک لیست رو برای خودمون تکمیل کنیم. روند امروزمون هم این مدلیه. قبل از اینکه وارد چک لیست بشم راجع به یه سوال پرتکراری که این ماه از ما میپرسیدن میخوام بشینم صحبت بکنم و بعدش بیام بگم که پورتفوی سرمایه گذاری چجوری باید چیده بشه و بعدش بریم سراغ این که خب اوکی پورتفوی میخوایم بچینیم، نیاز به چک لیستی داریم، چک لیستمون چی باید باشه. امروز روندمون این مدلیه. تو این 1.5 ساعت تقریبا کنار هم دیگه هستیم، میخوایم راجع به این مباحث صحبت بکنیم. پرتکرارترین سال این ماه از در مورد وام بود که آدما میپرسیدن که وام بگیریم نگیریم، یعنی تو سطح ریسک های مختلف آدم‌ها سوال‌هایی در مورد وام خیلی زیاد میپرسن که دم اینقدر این مبحث پرتکرار و جذابه برای آدم‌ها و درگیرش هستیم همگی، حالا چه وام چه قرض. گفتیم بیام کم امروز بیشتر صحبت بکنیم راجبش. ما یه کلابی درست کرده بودیم ماه قبلی به نام کلاب بامبو که توی اونجا سوال‌های آدم‌ها جواب میدیم. تقریبا حدود 530-40 تا سوال رو جواب دادیم توی این یک ماهه و بدون اغراق شاید 10% سوال، یعنی 40-50 تا سوال فقط در مورد وام بود که خیلی اشتباهات بزرگی دارن آدم‌ها در مورد وام. یعنی یه تصورات اشتباهی وجود داره که میگیم راجبش که چی کار بکنیم، یا برعکسش حتی یه سری میخوان خیلی پر ریسک وام بگیرن، یه سری میخوان که دارایی دارن ولی جرئت نمیکنن وام بگیرن، یه کسی که حتما باید وام بگیرن. ببینید یه سری هستن که میگیم نه تو اصلا نباید وام بگیری، بدبخت میشی. یه سری دیگر رو میگیم نه تو وام بگیر ولی با رعایت اصولش بگیر. تو انقدر دارایی زیاده، مثلا کسی که 1 میلیارد تومان طلا داره باید 100 میلیون تومان وام اگر میتونه بگیره. راجع به این میخوام صحبت کنم و اینکه چیکار بکنیم دقیقاً دیگه، به چه مدلی بریم، اصلا ما وام بهمون میدن یا نمیدن. یه چند تا گزینه وام گرفتنم بهتون معرفی میکنم. اولا چیز مهمی که باید بدونیم اینه که ساختار اقتصاد ما ساختار تورمیه. یعنی ما هممون میدونیم که تورم بالا داریم و توی این تورم بالا هر کسی که پول قرض بگیره، وام بگیره با بهره پایین، در نهایت اگه اون پول رو آجر بخره، نمیدونم کاغذ بخره، هر چیزی بخره نگه داره، بعد از 1 سال 2 سال یا هر بازی زمانی که برای پس دادن قرض داره این آدم سود میکنه. نگاه بکنیم اکثر ثروتمندا و ابر ثروتمندای ایران با استفاده از وام ثروتمند شدن دیگه. این ابر بدهکارای بانکی که لیستشون میاد بیرون با استفاده از همین قضیه رو فهمیدن دیگه. ببینه این خیلی سود داره، من میرم میگیرم میرم باش ملک میخرم، 2 سالم قسطمو نمیدم، بانکم هر کاری میخواد بکنه تا میاد شکایت بکنه اینها، بعد از 2 سال میرم با جریمه‌اش پرداخت میکنم و من سودم رو هم کردم. این مهمه. ما ساختارمون ساختار تورمیه و تو ساختار تورمی وام و قرض گرفتن، وام و قرض ریالی، یک در واقع اهرم بدهی برامون ایجاد، اهرم دارایی برامون ایجاد میکنه. میتونه ما رو سرعت رشدمون رو 2 برابر بکنه. مثال میگم
ما که توی بورس فعالیم، یکی از پارامترهای مهمی که کارگزاری‌ها رو انتخاب میکنیم که پورتفومون رو ببریم داخلش اینه که بهمون اعتبار بدن. یعنی من مثلا میگم 5 میلیارد تومان پورتفو دارم، میرم کارگزاری میگم آقا چقدر روی این پورتفوی من بهم اعتبار میدی؟ مثلا میگه 30%. میگم خب خیلی خوبه، 1.5 میلیاردم الان اعتبار میگیرم، پس من به جای 5 میلیارد تومان معامله کردن 6.5 میلیارد تومان دارم و معاملاتم رو انجام میدم. خیلی جذابه دیگه. من به جای اینکه میخواستم مثلا 5 میلیاردم رو 2 برابرش بکنم یه ساله بشه 10 میلیارد، الان 6.5 میلیاردم رو 2 برابر میکنم میشه 13 میلیارد. اوکی، پس اینجا من 3 میلیارد بیشتر سود کردم و تونستم بدهیم رو هم، قرضی هم که از کارگزاری گرفتم بعد یه مدت بهش پس بدم. مهمه که ما وام رو به عنوان یک اهرم ببینیم. اما از اون طرفش وام خیلی وقتا میتونه اهرم بدهی بشه. ببین ما خیلی وقتا وام رو داریم میگیم، الان تا اینجا این رو گفتیم که وام گرفتن میتونه یک اهرمی بشه که پولمون رو چند برابر بکنه. از اون طرف وام گرفتن میتونه یه اهرمی بشه که سرعت فقیر شدن ما رو چند برابر بکنه. آدمای خیلی زیادی هستن که وام رو با وام تصفیه میکنن، یا مثلا کسایی که درگیر نزول میشن همینجوری بدبخت میشن دیگه. حالا اصلا کاری به بعد شرعیش ندارم، از بعد سواد مالیش بیام نگاه بکنیم. یه نفر چرا میره نزول میگیره؟ چون خیلی نیاز مبرم به پول داره. یعنی نیاز داره که حالا چک داره، نمیدونم میخواد کارش رو گیره، کسب و کارش رو میخواد نخوابه، مجبور میشه بره پول قرض بکنه. خب بانک بهش وام نمیده. یعنی اگر میتونست از بانک وام بگیره میرفت درصد بالا از بانک میگرفت. چون بانک بهش وام نمیده و فرآیندش طولانیه، سریع ترین راه نزول دیگه. میریم از بازار نزول میکنیم. نزول که میکنیم چه اتفاقی میفته؟ اون نزولگیره بهمون وثیقه های زیادی میگیره. یعنی حتما یه سری وثیقه های زیادی ازمون دریافت میکنه که مطمئن باشه اگه ما پس ندادیم، مثلا میگم پشتوانش یه دونه ملک من دارم، میاد اون ملک رو ازم میگیره دیگه. همه چیزش هم سند مدرک ازم میگیره که همه بودای قانونیش هم اینا بلدن. حالا من میرم نزول میگیرم، طبیعتا درصد نزول هم مثل درصد وامای بانکی 20-30% نیست، خیلی بالاتره، 70-80%. و من تو شرایط بحرانی رفتم قرض گرفتم نزول کردم، حالا میخوام پس بدم، احتمال اینکه تو همچین شرایطی تصمیمات اشتباهی هم بگیرم خیلی زیادتره. مجبور میشم دوباره برم یک نزول دیگه بگیرم که با سودش، که با این پول نزوله بتونم نزول قبلیه رو پس بدم. و اینجا میشه که یه چرخه خیلی بزرگ و بد پیدا میشه که واقعا رها شدن ازش دیگه تقریبا غیر ممکن میشه. این خیلی مهمه واقعا. یعنی میگم این وام یه شمشیر دولبه است، میتونه هم شما رو اهرمی پولدار بکنه، هم شما رو اهرمی فقیر بکنه. پس باید اصولش رو بلد باشیم. تو همون مثال کارگزاریه که براتون زدم، خیلی آدم ها هستن. خب ما حالا یه سری معاملاتی داریم تحت عنوان معاملات آپشن، که تو معاملات آپشن اگر یه سری استراتژیای خاص رو به کار ببریم پولتون صفر میشه. واقعا صفر میشه، نه اینکه بگیم نه کم میشه، نه پولتون صفر میشه، حتی بدهکار هم میشید که جای بحثش نیست امروز. ولی خب آدم هایی که توی اون سطح ریسک هستن میرن اعتبارهای عجیب غریبی هم میگیرن. مثلا طرف 2 میلیارد تومان پول داره، میره 500 میلیون هم اعتبار میگیره، یک استراتژی اشتباه و عجیب غریب استفاده میکنه به امید اینکه مثلا این تو مدت کوتاهی پولش 2 برابر بشه. حالا هم پولش صفر شده، هم 500 میلیون هم به کارگزاری بدهکاره. ببین چقدر اتفاقای مختلفی میتونه یه دونه وام برای ما ایجاد بکنه. پس مهمه که اصول وام رو بلد باشیم. اولا چه وام مفیده؟ فرمول فیشر یکی از فرمولای مهم اقتصادیه که هر کسی باید بهش توجه داشته باشه، هر کسی که تو ساختار تورمی داره زندگی میکنه. فرمول فیشر به ما میگه که نرخ سود واقعی که ما پرداخت میکنیم برای وام یا هر چیز دیگه برابر برآیند تورم و نرخ سود اسمیه. نرخ سود اسمی همون نرخ سودیه که بانک اعلام میکنه دیگه. مثلا میگه من وام با بهره 25% میدم. خب من نگاه میکنم ما 35% مثلا تورم داریم، 40% تورم داریم، بانک داره 25% وام میده. پس 40 منهای 25 15 میمونه. یعنی من اگر وام بگیرم پولش رو بذارم یک دارایی که صرفاً ارزشش حفظ بمونه، نه اینکه بخوام برم مثلا این کاری بکنم که بیشتر از تورمم سود بده، نه، یه دارایی میخرم که ارزشش حفظ بمونه. چه اتفاقی میفته؟ من 15% بعد از اینکه وام تصفیه شد اینجا برام باقی میمونه.
درسته که من اسمن دارم به بانک سود پرداخت میکنم، سود 25% پرداخت میکنم، ولی در اصل من دارم سود میکنم. پس هر موقعی که نرخ بهره پایین تر از نرخ بهره وامی که میگیریم از تورم پایین تر بود، اون وام منطقیه، یعنی وامیه که ما سود میکنیم نه بانک. چیزی هست که بهش میگن نرخ بهره واقعی. خیلی وقتا میشه تو اقتصاد ایران عموما نرخ بهره واقعی منفیه، یعنی شما اگر وام بگیرید احتمالاً سود خیلی زیادی میکنید، این خیلی مهمه. ولی خب یه وقتایی میشه مثلا سال گذشته که وام گرفتن توجیهی نداشت، انقدر نرخ بهره ها رو بالا برده بودن که رسما اگر وام میگرفتید شما باید ضررش بیشتر بود براتون. پس مهمه، اولین چیز اینه که نرخ سود رو چک میکنیم، دوم اینه که نرخ تورم رو چک میکنیم. اگر بالاتر بود میگیم اوکی، پایین تر بود میگیم که ولش کن، میرم الان فرصت وام گرفتن نیست، به جای اینکه وام بگیرم کار بهتر اینه که من برم پول قسطم رو مثل قلک ببینم. یعنی اگر من نمیتونم وام بگیرم یا طبق این فرمول فیشر وام توجیه نداره، این رفتار وامتون نهادینه بشه. من همیشه این رو شخصا برای خودم دارم که من ماهانه مثلا یه عددی رو باید، مثلا 30 میلیون تومان باید قسط بدم. خب من همیشه وام ندارم که وامم مثلا تسویه شده، ولی چون الزام دارم به پرداخت 30 میلیون تومان ماهایی که وام هم ندارم، میرم اون 30 میلیون تومان رو طلا میخرم. عددها فرضی ها دارم مثال میزنم که بهتر درکش بکنیم. یه جمع‌بندی بکنیم. گفتیم که اولا وام رو همه باید بگیریم، خب منتها یه شرط مهم، اگر نرخ بهره منطقی بود طبق این فرمول فیشر میریم وام میگیریم، قسطش رو میدیم، با پول وامه میریم نمیدونم یک دارایی میخریم، یک طلا میخریم، یه چیزی میخریم که ارزشش حفظ بمونه. اگه نرخ بهره منطقی نبود، اگه ضامن نداشتیم، اگه نتونستیم در واقع به هر دلیلی وام بگیریم، کار منطقی تر چیه؟ کار منطقی تر اینه که فکر کنیم وام گرفتیم، بریم با پول وامه یه قلک برای خودمون درست بکنیم که پول رو بذاریم داخل اونجا. حالا اینجا یه مسئله مهمم هست. اوکی، حالا تو هر دو حالت دیگه من الان پول وام رو گرفتم، چی کارش کنم؟ ببینید وام یه حالت گفتم دیگه، میتونه شما رو هم ثروتمند کنه هم فقیرتون بکنه. کار درست‌تر اینه که بهترین کاری که میشه انجام داد اینه که پول وام رو بگیریم، باهاش یک دارایی مثل طلا بخریم. شخصا به جز طلا هیچ گزینه دیگر رو نخریدم تا الان. هر موقع وام گرفتم معادلش طلا خریدم، قسطاش که تموم شده رفتم در واقع با پول طلا به یک دارایی دیگه تبدیل کردم یا نگه داشتم یا کارهای دیگه کردم. پس تا وقتی که وام تسویه نشده من اجازه ریسک کردن روی این پول رو ندارم. بذاریم اونجا بمونه 1 سال 2 سال 6 ماه باز پرداختش هر چقدر وقت هست. با این تورمی که داریم، با این رشد طلایی که داریم حتما سود میکنیم، یعنی اصلا شک نکنیم. خب پس تا اینجا این رو فهمیدیم که ما باید عادت وام گرفتن رو در خودمون نهادینه بکنیم. حالا یه سوال مهمتر اینجا باز در مورد وام پیش میاد، اونم این که من تا چه حد اجازه دارم وام بگیرم، تا چه حد میتونم برای خودم بدهی ایجاد بکنم. این سوال مهمیه دیگه. مثلا خیلی وقتا هست که توی یه سری شرکت ها وام میدن دیگه، مثلا 500 میلیون به هر کارمندی وام میدن، ولی آیا همه باید 500 میلیون وام رو بگیرن؟ طبیعتا نه. وام گرفتن یک نسبتی داره، یک در واقع عرفی داره، یک منطقی داره. من اگه کل داراییم 300 میلیون تومنه که مثلا شامل نمیدونم یه پراید با یه پولی که توی بانک برام باقی مونده، اصلا منطقی نیست که برم وام 500 میلیونی بگیرم. نباید این کارو بکنیم. وام بی خطر اینجا براتون نوشتم، وامیه که ما معادل 2 برابر مبلغ اون رو برای تسویه کاملش داشته باشیم. مثلا من اگه 200 میلیون تومان دارایی نقد شونده، دقت کنید نه کل دارایی ها، جلوتر راجع به سبد دارایی و سبد سرمایه حرف میزنم، دارایی نقد شونده مثل طلا در جا نقد شونده است. من اگه 200 میلیون تومان طلا دارم که به عنوان سرمایه خریدم، حتما باید برم 100 میلیون تومان وام بگیرم. یعنی این بی ریسک ترین حالت برای من. بدترین سناریوها رو باید ببینیم تو سرمایه گذاری دیگه. بدترین سناریو چیه؟ بدترین سناریو اینه که نتونم وام رو بدم. آقا برنامه هام به هم ریخت، من داشتم حساب میکردم ماهیانه 4 میلیون حقوقم رو بذارم کنار، برم قسطمو بدم دیگه. اخراج شدم، از کار افتاده شدم، نتونستم بدم. خب باید چیکار بکنم؟ باید برم از اون مابقی که باقی مونده برام پرداختش بکنم. پس این بی ریسک ترین حالت میشه
که من 2 برابرش رو دارایی دارم یا نه. یه نگاهی بکنیم ببینیم دارایی نقدشونده هامون، حالا اصلا فقط هم طلا در نظر بگیریم، چقدر طلا داریم؟ 100 میلیون، 10 میلیون، 5 میلیون، 1 میلیارد، هر چقدر. بریم اندازه نصفش، شما مجازید اندازه نصف اون پوله وام بگیرید. حالت این وام بی خطرترین وامیه که میشه گفت. ولی اگر شما معادلش هم دارید، یعنی مثلا 1 میلیارد تومان طلا دارید، یک وام 1 میلیارد تومانی میتونید برید بگیرید، اینجا هم اشکالی نداره، منتها به این شرط که اون پول وامه رو دست بهش نزنیم، بریم طلا تبدیل به طلا بکنیم، ماه به ماه قسطش رو پرداخت بکنیم. فرمولمون هم اینه، تا جایی که میتونیم خودمون قسط رو میدیم، از حقوقمون پرداخت میکنیم. جاهایی هم که نمیتونیم میریم چیکار میکنیم؟ میریم با استفاده از طلاها به میزان قسطمون پرداخت. مثلا 20 میلیون تومان قسطشه، من این ماه حالا به هر دلیل مشکل برام پیش اومده 10 میلیون تومان بیشتر نتونستم جور کنم، اوکی 10 میلیون رو پرداخت میکنم، 10 میلیون دیگر رو میرم از طلایی که خرید کردم میفروشم به اندازه 10 میلیون و قسطم رو میدم. این حالت هیچ ریسک خاصی برای ما نداره و به نظرم یکی از امن‌ترین حالتاییه که میتونه ما رو خیلی جلو بندازه. به نظرم الان تو شرایط فعلی که هستیم، اگه وام زیر 30% میتونید بگیرید حتما بگیرید و پولش رو به طلا تبدیل کنید تا پایان قسطاتون دست بهش نزنید، آخرش یه پول خیلی خوب براتون باقی میمونه. برید اون پوله رو سرمایه گذاری بکنید باهاش، برید اون پوله رو کارهای دیگه ای بکنید که میره تو فاز بعدی دیگه. یعنی شما 1 سال 2 سال یه قلکی درست کردین که دستم بهش نمیزنیم، اوکی من دوست دارم ماشین بهتری داشته باشم، دکوراسیون بهتری داشته باشم، خونم رو جای بهتری ببرم، ولی 1 سال صبر کنیم دیگه، بذاریم با حاشیه امن راحت تری بریم جلو، اینجا قدرت ریسکمون هم بیشتر میشه. این در مورد وام. یه چیز مهم دیگه هم که وجود داره، باز خیلی میپرسن اینه که خب از کجا وام بگیریم. ببین شما چند تا حالت میتونید داشته باشین. اگه وام های خرد میخوان یا میکرو کردیت که بهش میگن، چند تا پلتفرم های خوب هستن که دارن وام میدن. وامایی مثل نمیدونم بلو بانک، مثل این ویپاد، مثل خیلی پلتفرم های دیگه ای هست که الان انقدر این نئو بانک ها زیاد شدن که هر کدومشون تقریبا بین 10 الی 40-50 میلیون تومان بهمون وام میدن. پس ما که برای خودمون و اطرافیانمون، مثلا 5-6 نفری که دور و برمون هستن یا هر تعدادی، همسرمون، بچه‌هامون، بتونیم برای اینها هم این وام رو بگیریم، خودمون قسط رو بدیم، خیلی هم راحته، نه ضامنی میخواد، نه چک و سفته‌ای میخواد، هیچی نمیخواد. بانک شهر الان داره میده، نمیدونم بانک‌های مختلف میدن، جای مختلف این وام رو میدن. یه کار دیگه که میشه کرد باز برای وام، اگر طلا دارید میتونید برید بانک کارگشایی. توی بانک کارگشایی طلاتون رو میذارید توی صندوق امانات بانک، معادل 60%ش بهتون وام میدن، یعنی ضامنم نمیخواد دیگه، همون طلاتون توی بانک امانت میمونه، 60% اگه اشتباه نکنم وام 18% بهتون میدن. یعنی شما اگه 1 میلیارد تومان طلا داشته باشید ببرید توی بانک، توی بانک کارگشایی اینو میگم که حالا اسمش رو فراموش نکنید، ببرین 1 میلیارد تومان رو توی بانک کارگشایی، اونجا معادل 60% یعنی 600 میلیون تومان بهتون وام، اگر اشتباه نکنم 18% پرداخت میکنن. پس این خیلی ابزار خوبیه دیگه، این هم میتونید داشته باشین. وام 18% هم وام منطقی و خوبیه که میتونید با پولش دوباره برین طلا بخرین، یعنی اون پول وام نه این سهام خود و چیزای دیگه بخرید، نه، برین با خودش در واقع طلا بخرید و بذارید بمونه تا قسطش تموم بشه. کار سوم که میتونین بکنین چیه؟ کار سوم اینه که برین سراغ بانکایی مثل مهر و رسالت. اولا که همتون حتما توی مهر و رسالت حساب داشته باشید، تو هر دوتاش. پولهایی که در واقع گردش مالیتونه، پولهایی که میخواین میره میاد، بریزین توی این بانکه، یعنی به عنوان بانک اصلیتون در نظرش بگیرین. از همین گردش پولتون، از همین رسوبی که توی حسابتون باقی مونده، بهتون وامای خیلی خوب میده، یعنی وامهای امتیاز وام میده دیگه. به ازای هر 1 میلیون تومان که تو حسابتون بمونه 7000 تومان امتیاز وام دارید. یعنی شما اگر در واقع مثلا میگم 10 میلیون داشته باشین، روزانه 70000 تومان، ماهیانه 2 میلیون تومان امتیاز وام بهتون تعلق میگیره. 2 میلیون با باز پرداخت 1 ساله با سود 2%، خیلی منطقیه. حالا اگه گردشتون کمه، اگه نیاز دارید به هر طریق وام بگیرید، امتیازهای رسالت رو هم میتونید خرید فروش بکنید. یعنی کافیه یه سرچی توی دیوار، توی سایت‌های مختلف بزنید، بنویسین خرید امتیاز بانک رسالت، خرید امتیاز بانک مهر، اینا رو براتون میاره.
یه چارچوبی داره که مواظب باشین سرتون کلا نره. اولا که احتمال کلا برداری اینجا خیلی کمه، یعنی شما امتیاز وام ها رو میتونید به راحتی بخرید و بدون اینکه استرس و ریسک خاصی داشته باشید. دو اینکه منطقیه، یعنی شما الان مثلا اگر اشتباه نکنم من داشتم سرچ می‌کردم برای 400 میلیون تومان وام نیاز دارین که 60 میلیون تومان پول بدین امتیاز وام رو بخرید، یا 120 میلیون تومان بدین که 2 سال پرداخت بکنید. به عبارت بهتری 280 میلیون الان میگیریم، 400 میلیون 2 ساله میدیم، 2 سال آینده خورد خوردم پرداخت میکنیم دیگه. خیلی منطقیه به نظرم، این ایدئاله که ما 280 میلیون الان بگیریم با این تورمی که داریم، 400 میلیون تومان 2 سال آینده پرداخت بکنیم که امتیازش رو میتونید خرید بکنید از سایت‌های مختلف، از آدم‌های مختلف و ریسک خاصی هم نداره. فرایند و ایناش همش توی گوگل هست. توصیه میکنم اگر تا حالا این کارو نکردین به خود در واقع پیشخوان رسالت مراجعه بکنید، بپرسید ازشون که در واقع این چه جوریه، من از چه طریقی میتونم مطمئن بشم که این کاره کلاهبرداری نیست، چون این وسط یه سری آدم‌ها سوء استفاده میکنن همیشه دیگه. برید این رو بپرسید. توی اونجا یه سری شعبه‌های حضوری توی همه شهرها داره خود رسالت، مثلا توی تهران سعادت آباده که میتونید اینجا و توی خیابون انقلاب اگه اشتباه نکنم میتونید برید اونجا بپرسین که من میخوام از یه نفر امتیاز وام بگیرم، چه جوری اینو داشته باشم. من اینا انقدر زیاد نقل و انتقال میکنن که طرف حاضر پاشه بیاد تو خود شعبه رسالت، شما همون لحظه پول رو بهش بزنی، اینم همون لحظه امتیاز رو انتقال بده. پس اینم حالت خوبیه دیگه، میتونیم از این طریقه هم وام بگیریم. 3 تا گزینه گفتیم. یکی این وام های خوردی مثل بلو بانک و نمیدونم بانک شهر و ویپاد و چیزای دیگه که گفتیم 10 الی 50 میلیون به اون وام میدن. گزینه دومی که گفتیم بانک کارگشایی بود که شما اگر طلا، چه زینتی، چه شمش، چه سکه، چه هر چیز دیگه ای داشته باشین میتونید ببرید اونجا، یه ارزش گذاری میکنن، 60% رو بهتون وام میدن. اینم گزینه دوم. گزینه سوم هم این شد که بریم سراغ بانک‌های رسالت و مهر که با استفاده از اونها بتونیم وام بگیریم. این خیلی چیز منطقی و خوبی هست که میتونیم داشته باشیم. از بحث وام که بگذریم، یه چیز مهم دیگه ای که باز من به نظرم خیلی باید بهش توجه داشته باشیم اینه که کی سرمایه گذاری شروع بکنیم. یعنی این سوال مهمیه، من کی اجازه دارم برم سراغ سرمایه گذاری و سرمایه گذاریمو شروع کنم. ما قبل از اینکه بخوایم انجام بدیم سرمایه گذاری رو باید یه سبدی برای خودمون درست بکنیم که من اسمش رو میذارم سبد ضربه‌گیر، صندوق ضربه‌گیر. صندوق ضربه‌گیر یعنی چی؟ همونجوری که از اسمش پیداه جلوی ضربه های اقتصادی رو میگیره. بیایم همیشه این با خودمون اینو مرور بکنیم. همیشه ما باید بدترین سناریوها رو در نظر بگیریم. بدترین سناریوها. ممکنه همین فردا من اگر مثلا درآمدم این میلیون تومانی صفر بشه. ایرانه، خیلی راحت کسب و کارمون پلوغ میشه، اگه اینترنتی باشه اینترنت قطع میشه، هزار تا اتفاق میفته، کلاهبرداری میشه، هزار تا بدترین سناریوها ممکنه باشه. یعنی مثلا از کار افتاده بشم، نتونم کار کنم. بیایم بدترین سناریوها رو در نظر بگیریم، ببینیم که تا اون لحظه چه اتفاقی میخواد بیفته. یعنی به این فکر کنیم همین فردا حقوق شما صفر بشه، تا کی میتونی به همین کیفیت زندگیتون رو ادامه بدین؟ آیا توانش رو داری؟ چند ماه میتونین کرایه خونه که داری میدی و بدی؟ به این سوال فکر کنیم. چند ماه میتونیم این گوشت و مرغ و خورد و خوراک و چیزایی که داریم با همین کیفیت حفظش بکنیم؟ تا حالا به این سوال فکر کردین؟ احتمالاً نه. اینجایی که تفاوت آدم‌ها توی مدل‌های مختلف پیدا میشه. یه سریا بحران رو به فرصت تبدیل میکنن، یه سریا بحران که میاد با تراکتور از روشون رد میشه. این خیلی خطرناکه. ایران شرایط اصلا پیش بینی پذیر نیست. هر روز یه دونه ریسک جالب و عجیب داریم که شاید بهش فکر نمی‌کردیم. پس باید بدترینا رو آماده باشیم. یه لحظه به همین 7-8 ماه گذشته دقت بکنید چقدر اتفاق افتاد. رئیس جمهور مملکت هلیکوپترش سقوط کرد. اسماعیل هنیه توی تهران ترور شد. ایران به اسرائیل حمله کرد، اسرائیل به ایران حمله کرد، نصرالله فوت شد، نمیدونم توی لبنان اون اتفاق افتاد، سوریه فروپاشی اتفاق افتاد. چقدر اتفاق تو 8 ماه افتاد. ببین ما باید همیشه خودمون رو برای هر شرایطی آماده بکنیم دیگه. برنده همینه، کسی که برای هر سناریویی یک در واقع جوابی داشته باشه، یک راه حلی داشته باشه.
ما کی میتونیم به این برسیم؟ ما میتونیم پیش بینی بکنیم نصرالله رو مثلا؟ نه. میتونیم پیش بینی بکنیم سقوط رئیس جمهور رو؟ نه. هیچ کدوم اینها رو نمیتونیم پیش بینی کنیم. ولی میتونیم خودمون رو برای اون شرط آماده بکنیم دیگه. باید صندوق ضربه‌گیر داشته باشیم تا از این شرایط بد جلوگیری بکنه. صندوق ضربه‌گیر کارش همینه. صندوق ضربه‌گیر صندوقیه که شما میایین مخارجتون رو حساب میکنید، یعنی ببین یک بار شده برای همیشه این کارو بکنید. همین امروز یه کاغذ بردارید بنویسید من چقدر خرج دارم، من اصلا در واقع ماهانه چقدر حتما باید پول بدم. مثال میگم، من پول اجاره باید بدم، پول قبض و اینها رو باید بدم، خورد و خوراکم مثلا روزانه میشه 300,000 تومان باید بدم، نمیدونم انقدر قسط دارم باید، این پولایی که حتما باید بدیم. بشیم حساب کنیم چقدره. معادل دلار یا تلاش رو به دست بیاریم. مثلا من مثال میگم ماهانه میبینم 50 میلیون خرج دارم، میشه یه سکه. من ماهیانه به اندازه یک سکه حتما باید خرج کنم، یعنی خرجای ضروریمه، نه اینکه بخوام مثلا تفریحیم رو اضافه بکنم، نه، اینا مخارج ضروری من. بشینم حساب بکنم ببینم که ماهانه، بشین این کار حتما امروز انجام بدید، ماهیانه چقدر خرج داریم. اینا همش رو بنویسید روی یک کاغذ، یک بار ریزش رو بنویسیم، یه تخمینی هم میتونیم بزنیم دیگه. مثلا ممکنه هر 3 ماه یه بار ماشین هم نیاز داشته باشه بریم تعویض روغنی مثلا، نمیدونم کولر گازیمون سالی یه بار میخواد چی میگن سرویس بشه، و این مخارج این مدل یه کلیت، یه دیدگاهی داشته باشیم حداقل. من مشکلم با آدما همینه، وقتی میپرسید چقدر بدهی داری میگن خیلی، و نمیدونه واقعا ماهانه چقدر بدهی داره و کلا چقدر از بدهیاش باقی مونده. اینو خیلی بده دیگه. وقتی شما ندونید نمیتونید به سمت این آزادی مالی و امنیت مالی حرکت بکنید. آدمایی که 30 ساله هستن، آدمایی که تو رنج 30 تا 40 هستن، باید این صندوق ضربه‌گیرشون به اندازه 1 سالشون باشه. من اگه دارم میگم ماهیانه 50 میلیون تومان مخارج دارم، یعنی ماهیانه یک سکه، پس من 30 ساله باید به اندازه 12 تا سکه ذخیره داشته باشم. اولین کار من همینه. من تا 12 تا سکه رو نخریدم، ذخیرش نکردم، اجازه ندارم هیچ گزینه سرمایه گذاری رو برم سراغش، و قرار هم نیست به این 12 تا سکه دست بزنم. هر موقع بیشتر شد با موازاتش هر کاری خواستم میرم میکنم. اولین قدم من همینه. اولین قدم من اینه که به اندازه 1 سالم ذخیره داشته باشم. هر اتفاقی دیگه میخواد بیفته، نمیدونم میخواد بیکار بشیم، میخواد هر بدترین سناریوها اتفاق بیفته، من به اندازه 1 سالم میتونم بخورم. 1 سال فرصت دارم فکر بکنم، 1 سال فرصت دارم ذهن بازی داشته باشم، یک ذخیره‌ای دارم، با اون ذخیره میرم کلی کار میکنم. این خیلی مهمه که من بتونم این آرامش روانی رو داشته باشم. یه اتفاق بد که افتاد توی کرونا همین بود. آدم‌ها شروع کردن یکی یکی کسب و کار ورشکست شدن، ولی یه سریشون پرقدرت رفتن جلو. مثال این شرکت‌های هوایی نگاه بکنید شما، علی بابا همین اتفاق براش افتاد، جزء معدود شرکت‌هایی بود که تونست دووم بیاره تو اونجا. چرا؟ چون قبلش ذخایر خودش رو چیده بود، تونست با استفاده از این ذخایر بره جلوتر، توی اون کرونا رو دووم بیاره. تو کرونا دیگه کسی مسافرت نمیرفت دیگه، پروازهای هوایی اکثرا خوابیده بود، دووم آورد، کلی فکر کرد، کلی راههای جایگزین درست کرد، و در نهایت الان امروزی که کرونا تموم شده، بیشتر از 65% حمل و نقل هوایی ایران رو دست علی باباه. ببین چقدر تونست خودش رو جلو بندازه. قبل از کرونا این عدد 25% بوده. اینجاست که این بهمون کمک میکنه. ما بحران داریم، حالا این برای کسب و کارم هست و برای کسب و کارتون هم بشین صندوق بحرانه رو حساب بکنید. ماها، من و یک نفر دیگه جفتمون یه کار مشترک داریم. حالا الان بحران پیش میاد، من پول ذخیره دارم دیگه، صندوق ضربه‌گیرم پره، من اجازه دارم الان بشینم تبلیغات سنگین‌تر انجام بدم، بازار بیشتری بگیرم تا بحران که تموم شد از این قضیه استفاده بکنم. اینجاست که اهمیت این صندوق بحران خودش رو نشون میده. صندوق ضربه‌گیر عدد برای 30 سال تا 40 ساله حدوداً 1 ساله. برای 40 تا 50 سال به اندازه 3 ساله. یعنی من اگه 40 سالم هست و دارم میخوام صندوق ضربه‌گیر داشته باشم، از 36 تا دونه سکه ذخیره بکنم، بعد دارم سراغ بقیه گزینه ها. اگه 50 ساله هست به اندازه 6 سال، و کسی که 60 ساله هست حداقل به اندازه 10 سالش باید ذخیره داشته باشه.
حالا یه اتفاق جالبی که میفته همینه دیگه، آدم‌ها تو سن 50 و 60 سالگی بازنشسته میشن عموما، پول سنوات دریافت میکنن، پول سنوات که معادل تقریبا مدت زیادی از حقوقشونه. حالا متفاوته شرکت‌های مختلف، ولی مثلا یه نفری 300 میلیون پول سنوات دریافت کنه، دقیقاً باید بریزه تو این صندوق ضربه‌گیری، نباید بره باش کار پر ریسک بکنه. برای آدم 50 ساله خیلی سخته که اگر دارایی زیادی نداشته باشه بخواد این پول رو یه ریسکی بکنه بعدن جبرانش بکنه. نمیگیم نمیشه، میگیم فرایندش سخت میشه. اون آدم توان بدنی کمتری داره، توان فکری کمتری داره، قدرت ریسک پایینتری داره، ممکنه تا آخر عمرش اون وقت مجبور بشه با سراغ کارهای دوم سوم و خیلی چیزایی دیگه بره. مهمه که ما در واقع این برنامه رو داشته باشیم که صندوق ضربه‌گیرمون پر بشه. اولین گام سواد مالی همینه، ما باید صندوق ضربه‌گیرمون تکمیل بکنیم. بعدم دارایی هامون در واقع بریزید داخلش. دارایی ها هم من توصیه میکنم فقط هم طلا باشه، هیچ چیز دیگه غیر از طلا هم نذارید، دلار هم نه، فقط طلا. چرا دلار نه؟ چون دلار هم ارزشش سال به سال کمتر میشه دیگه، پس خوب نیست، گزینه منطقی دلار نیست که بتونیم بخوایم باش سرمایه گذاری همون رو انجام بدیم. میبینیم که پارسال تا امسال تقریبا 30% ارزش دلار کمتر شده. این از وام و صندوق ضربه‌گیر. اما بریم کم کم سراغ همون موضوع اصلیمون، چک لیست، که مهمترین بحث امروزمون هم هست. قبل از که بخوایم بریم چک لیست، مهمه که ما تفاوت سبد دارایی و سبد سرمایه رو درک بکنیم، چیزی که علیرغم اینکه اسمش مشخصه 99% آدمایی که من میبینم رعایت نمیکنن. سبد دارایی فرق داره با سبد سرمایه. سبد دارایی شامل همه دارایی هامون میشه، شامل ملکمون میشه، شامل اگر مستاجریم پولی که دست صاحبخونه داریم میشه، شامل ماشینمون میشه، شامل تلویزیونمون میشه، شامل هر چیز دیگه ای که ما خرید کردیم و داریمش میشه. لپتاپ من دارایی منه، کتاب‌های من دارایی منه، میکروفون من دارایی منه، هر چیزی که شما پول دادید داراییتونه. سهامی که خریدم دارایی منه. خب اینا مهمه که بفهمیم دارایی چیه. اما سبد سرمایه چیه؟ سبد سرمایه سبدیه که ما به قصد سرمایه گذاری داریم اون رو میبندیم. آدم‌ها این دوتا رو اصلا تفکیک نمی‌کنن، خیلی بده. باید این دوتا جدا بشن از هم دیگه. سبد سرمایه سبدیه که ما صرفاً به نیت سود کردن میخریمش. من ماشین رو اگر نیاز دارم نمیخرم که سود بکنم، ماشین رو میخرم استفاده میکنم. حالا درسته قیمتش بیشتر میشه، خوشحال میشم ماشین من گرونتر بشه، ولی من ماشین رو به نیت سود کردن نخریدم. میخواستم سود کنم میرفتم سهام میخریدم، بیت کوین میخریدم. ولی سهام میشه سرمایه من، نمیدونم، بیت کوین میشه سرمایه من، طلایی که به نیت سرمایه گذاری خریدم میشه سرمایه من. طلای زینتی خانومم طلای سرمایه‌ای نیست، طلای داراییه. من اجازه ندارم اون دارایی رو بفروشم بیام سرمایه گذاری بکنم. اتفاقی که تو این چند ساله زیاد افتاد، آدمو تو 99 ماشین میفروختن، میومدن سهام میخریدن چون بورس هر روز مثبت بود. خونهشون رو میفروختن، میومدن سهام میخریدن، طلاهای خانمشون رو میفروختن، میومدن سهام میخریدن. اشتباهه. ما اجازه نداریم با دارایی هامون سرمایه گذاری بکنیم. یعنی شما باید این مدلی ببینید ماشینتون رو اگه دارین به این فکر میکنید که بفروشم سرمایه گذاری بکنم، به این فکر کنید که من حاضرم فرشم رو بفروشم بذارم توی بورس. حالا اصلا مهم نیست عدد شما بگی 100,000 تومان. این کار منطقیه؟ نه. هیچکی فرش خونش رو نمیفروشه بیاد یه سرمایه گذاری انجام بده. برای ماشینم همینطوره، برای بقیه دارایی هامون هم همینطوره. دارایی رو از سرمایه جدا بدونیم. سرمایه بخشی از دارایی های ماه. بدونیم ما گفتیم دیگه همه چیزهایی که ما مالکش هستیم، مالکیتش رو داریم، میشه جزء سبد دارایی ما. ولی سبد سرمایه ما صرفاً اون چیزهایی هستن که ما باهاشون میریم سرمایه گذاری میکنیم. یه بخشی از دارایی من میشه سرمایه‌ام دیگه. من با کل داراییم که نمیرم سرمایه گذاری کنم. مثلا من اگه 3 میلیارد توی بورس دارم، کل زندگیم که 3 میلیارد نیست، احتمالاً مثلا 10 میلیارد تومنه. 3 میلیاردش رو آوردم توی بورس، 3 میلیارد از 10 میلیاردم رو سرمایه گذاری کردم. ماشینم رو دارم، خونم رو دارم، نمیدونم پول تو بانکم رو دارم، همه چیز دارم، ولی من 3 میلیارد تومان رو به نیت سرمایه گذاری آوردم. نکته مهم همینه. حالا اینو فهمیدیم، پس تفاوت این دوتا رو درک کردیم. دارایی اجازه سرمایه گذاری باش نداریم، ما با سبد سرمایه‌مون اجازه داریم سرمایه گذاری بکنیم.
خب حالا الان این تفاوت رو فهمیدیم، به چه دردمون میخوره چیکارش کنیم؟ اولین قدم اینه که شما باید بیاین سبد داراییتون رو اصلاح کنید. خب و بعدش این اصولش رو با اصول درست سبد سرمایه‌مون رو بچینید. خیلی آدما هستن که مستاجرن، مثلا 800 میلیون تومان پول رهن خونه داده ولی یه ماشین 2.5 میلیاردی داره. چرا؟ واقعا این هیچ نسبتی با هم دیگه نداره، یعنی هیچ منطقی نداره این مدل سبد دارایی که شما برای خودتون چیدین. واقعا منطقی ترینه تو بیشترین حالت و بدترین سناریوها اینه که شما بیاین ماشینی که دارید به اندازه پول اجاره خونه‌تون باشه. این درستشه. یعنی من اگر 800 میلیون دارم پول رهن میدم، اجازه دارم حد اکثر ماشین 800 میلیون تومانی سوار بشم، نه بیشتر نه کمتر. داریم میگیم حد اکثر دیگه. به حد اکثر اجازه دارم داشته باشم. مثلا من اجازه دارم یه 206 داشته باشم، نمیدونم دنا داشته باشم. من اجازه ندارم برم یه تیگو 8 پرو مکس داشته باشم وقتی که کلا دارم 800 میلیون توی خونه ای نشستم که پول رهنش 800 میلیون تومانه. این مهمه، نسبت ها رو باید رعایت بکنید. که مهمترین چیزی که هست این ماشینه. الان گفتم دیگه بیشترین حالت اینه، ولی خیلی آدم هستن که کل داراییشون شاید به 1 میلیارد تومان نمیرسه نقدی، ولی میره ماشین 2 میلیارد تومانی رو قسطی میخره. خب این اصلا منطق نداره دیگه. ماشینی که به دید دارایی هم هست، حالا کاری نداریم گرون میشه ارزون میشه، درست نیست. ما باید بیایم این اصولش رو درست رعایت بکنیم که نسبت مهمش میشه خونه که ما باید داشته باشیم. خونه رو بر اساس میزان داراییمون بچینیم، بر اساس توانمون بچینیم. یعنی شما حتی اگر مالک هم هستید به این فکر کنید که من با اینجا اگر میخواستم مستاجر باشم یا همین خونه‌مو بدم رهن، احتمالا مثلا خونم رو 2 میلیارد تومان رهن میکردم. خب پس من اجازه دارم اگر خونه دارم برم یه ماشین 2 میلیارد تومانی بخرم، حد اکثر 2 میلیارد تومانی، پایینتر بیشترش نه. ولی آدما عموما اینجوری نیستن دیگه. میبینیم که خودشون زیر بدهیای سنگین میندازن که مثلا یه ماشین لوکس سوار بشن ولی توی یه خونه بدتر. این خیلی بده دیگه. یعنی باید این نسبت درست رعایت بشه. حالا اینها رو ما چیدیم، یعنی اومدیم خب ماشینمون رو اصلاح کردیم، یه ماشین سبک‌تر گرفتیم و تونستیم بر مبنای همین اصولی که میگیم پیش بریم. حالا چجوری سبد سرمایه‌مون رو بچینیم؟ سبد سرمایه 2 تا کار مهم باید انجام بشه براش. یک، باید ارزشش حداقل به اندازه تورم حفظ بشه. اگه من سرمایه گذاری میکنم که کمتر از تورم بهم بازدهی میده، این سرمایه گذاری اصلا سرمایه گذاری خوب و به درد بخوری نیست. خیلی سرمایه گذاری خطرناکیه. اگر من باز تکرار میکنم سرمایه گذاری دارم انجام میدم که بازدهیش کمتر از تورمه، این سرمایه گذاری غلطیه. نگاه نکنین پولتون داره بیشتر میشه، نسبت به تورم قدرت خریدتون کم شده. این اتفاق زیاد میفته دیگه. مثلا پارسال بورس بازدهی نداشت، بعد من با آدم‌ها صحبت میکردم میگفتن که داره خوب بود خدا رو شکر امسال بازار با اینکه اینطوری شد من تونستم 25% سود بکنم. نه، تو 25% سود نکردی، تو 15% هم ضرر کردی. تورم 40% بوده، تو 25% پول تو اضافه کردی. این اصلا درست و منطقی نیست. پس مهمه که ما حتما بیایم ارزم به خدمت شما بر مبنای اصولی بچینیم. باید بیایم اولین هدف این باشه که ارزشش حفظ بمونه، قدرت خرید باید برابر بمونه. گام دوم اینه که بتونیم 1% بیشتر از تورم بگیریم. شما این اگه حتی سرمایه گذاریتون 0.5% بیشتر از تورم هم بود، شما برنده اید. بعد نیست بدونید که اکثر آدم اینجوری نیستن. طبق اون جلسه قبلی که توضیح دادیم اصل پارتو، 80% آدم هایی که سرمایه گذاری میکنن با ضرر خارج میشن. این خیلی بده ها. یعنی میگم سرمایه گذاری، من میتونستم برم با پولم الان نمیدونم یه کیفی بکنم، میتونستم یه سفری برم، یه کاری انجام بدم، نکردم، رفتم سرمایه گذاری کردم و تازه ضررم کردم. اون سفری که میخواستم برم هم دیگه نمیتونم برم. پس مهمه که ما اولا ارزش داراییمون حفظ بشه. گام دوم اینه که یه قدم بریم جلوتر از تورم. باز اینجا این جمله آخری هم که نوشتم مهمه، تکرارش میکنم. شما وقتی که دارین از سبد داراییتون میرین سرمایه گذاری میکنین، مثلا وقتی ماشینتون رو میفروشین میرین یه گزینه سرمایه گذاری که بهتون پیشنهاد میکنه سرمایه گذاری میکنین، دارین رفاهتون رو به خطر میندازین. یادمون باشه که تو سرمایه گذاری هیچ قطعیتی وجود نداره. تنها جایی که بگی قطعی سود میده بانک میریم پولمون رو میذاریم، قطعی قول میده که من ماهیانه 1% سودی بهت پرداخت میکنم. فقط اون امنه،
فقط اون قطعیته. بالاتر از سود بانکی اگر کسی بهتون گفت باید یکم استرس داشته باشیم دیگه. این مهمه که بتونیم این رو داشته باشیم. حالا مثال میگم، یه سری شرکت‌های جدیدی اومدن مثل کراد فاندینگا که اینها هم اوکیه، یعنی ما میگیم که الان این کراد فاندینگا هم تقریبا مشابه همونن. شما میتونید پولتون رو در واقع بگیرید، مثلا میگم من 45% سالانه سود قطعی میدم، اگر ضمانت سود رو بهمون بده هم اصل سرمایه رو تضمین میکنه هم سودمون رو میریم سرمایه گذاری میکنیم، چک میگیریم ازش دیگه. خوبی کراد فاندینگ همینه. حالا راجع به کراد فاندینگ تو جلسات بعدی بیشتر صحبت میکنم. ولی کلا اگر ما از سبد داراییمون بریم سرمایه گذاری بکنیم، داریم رفاهمون رو به خطر میندازیم، چون تو سرمایه گذاری هیچ قطعیتی وجود نداره. این مهمه. نمیتونید ماشین رو بخرید. یه مثال واقعی براتون بگم، سال 99 ما تو موبی سرمایه بودیم، یک نفر که خیلی هم در واقع سرمایه زیادی داشت تالیسمانش رو فروخت، اومد توی بورس سرمایه گذاری کرد، توی همون اواخر تیر ماه هم بود اگه اشتباه نکنم. اتفاقی که افتاد این بود که قبل از عید امسال اون پول رو خارج کرد، رفت 207 خرید. ببین از تالیسمان تا 207 خیلی فاصله است دیگه، نمیتونه جبران بکنه دیگه. این داستانا واقعا افسانه نیست، قصه نمیگیم، اینا چیزایی که خیلی داره اتفاق میفته و هنوز هم هست. آدما میرن تو کارگزاری اعتبارای عجیب غریب میگیرن، میرن ماشینشون رو میفروشن میان توی بورس میذارن. این زیاد داریم اینها رو. میره کل داراییشو طلاهاشو میفروشه به بیت کوین تبدیل میکنه. نکنیم این کارا رو. بیاین منطقی بریم جلو. میدونین یه بدیهی تورم همینه دیگه، ما دیدمون کوتاه مدت میشه، قدرت ریسکمون هم بالا میشه. بگیم که به این فکر میکنیم، رویا پردازی میکنیم که به فکر کن اگه این الان مثلا طلاهام بفروشم بیت کوین 2 برابر بشه، میرم همه رو دوباره به طلا تبدیل میکنم، با اضافهش هم میرم فلان ماشین رو میخرم. آقا چند نفر رو دیدین که این اتفاق براشون بیفته؟ بیایم منطقی ببینیم. خیلی کمن، خیلی کمن. یا مرور بکنیم رزومه خودمون رو دیگه، چند بار تونستیم بالاتر از تورم سود بگیریم؟ خیلی کم، خیلی کم بوده. بیایم حداقل این یک سال آینده برنامه برای خودمون بچینیم دیگه. من تو این یک ساله باید تلاش بکنم 10% بیشتر از تورم سود کنم. 50% من اگه سود بکنم عالیه، با دارایی که با سرمایه‌ای که دارم. سرمایه‌ام رو اگه 1 میلیارده بکنمش 1 میلیارد و 500 یک سال بعد. من اینقدر هنرمند هستم یا نه؟ این بیایم منطقی ببینیم، اینقدر کار عجیب غریب نکنیم، اینقدر ریسکای خطرناک انجام ندیم. ببینیم حالا پورتفوی سرمایه‌مون رو که گفتیم سبد سرمایه رو چه جوری بچینیم. نکته اولا که تو شرایط تورمی که داریم، همه توی هر سطحی که هستیم، با هر میزان دارایی، با هر میزان سنی، با هر میزان تحصیلاتی، هممون باید سرمایه گذاری بکنیم، تو بازار مالی فعال باشیم. اگه دهه 80 بود من این صحبت رو نمی‌کردم، گفتم آقا شرایط خوبه دیگه، اوکیه. فقط کسی که میخواد بیاد در واقع میخواد رشد مالی تو زندگیش داشته باشه باید بیاد انجام بده سرمایه گذاریشو دیگه. ولی الان این مدلی نیست، اصلا الزامه، حتما ما باید سرمایه گذاری انجام بدیم، حالا یا مستقیم یا غیر مستقیم. اگه بلدیم، مثلا من خودم فعال بورسم، بلدم میرم سهام خرید فروش میکنم، صندوقا رو میخرم میفروشم. بلد نیستم غیر مستقیم ابزارهای سرمایه گذاری غیر مستقیم انقدر زیاد شده که میگم بهتون کم کم که به راحتی میتونیم ما بریم سرمایه گذاری انجام بدیم. من میخوام طلا بخرم، نمیدونم چه طلایی بخرم، من بهت میگم این صندوق های طلا ابزار خوبی ان دیگه. نمیخواد بری سکه اینا بخری، این صندوق رو بخر، این خودش میدونه اتوماتیک کی سکه بکنه و کی طلا بکنه پولتو. میخوام برم سهام بخرم، اوکی نمیدونم چی بخرم، بیا به صندوق سهامی خوب رو میگم بخر. این صندوق سهامی خوب خودشون میدونن کی سهام بخرن کی سهام بفروشن و بازدهیشون هم خیلی جذابه. یا آمار واقعی بهتون بگم، میتونید اینا برید خودتون سرچ بکنید، صندوق پیشتاز مفیدو برید ببینید، 10 تا صندوق این مدلی داریم. من مثال میگم، برید چک بکنید سال 99 توی پیکش، توی مرداد ماه 99 که شاخص 2 میلیون بود، عددش رو ببینید چه عددی بوده. تا مهر امسال، یعنی قبل از این رشد 1 ماه و نیم 2 ماهه‌ای که داشتیم، تا مهر امسال که شاخص به 1 میلیون 980 رسیده بود، چک بکنید 120% بازدهی داده. خیلی ها تو موقعی که بورس بازدهی صفر بوده کل بورس، این صندوق ها تونستن 120% بازدهی بدن. بله میدونم 120% از تورم کمتر بوده. نکته چیه؟ نکته اینه که
شما توی اوج وارد میشدین، این صندوق رو میخریدین، صندوق خوب رو پیدا میکرد و میخریدین، امروز نه تنها تو ضرر نبودین بلکه یه سود 2 برابری هم کرده بودین، یه بخشی از تورم رو هم پوشش داده بودین. خیلی ها هستن هنوز که توی ضررن از سال 99، یعنی با اینکه شاخص خیلی رشدای عجیب غریب کرده، فرصتای خیلی خوبی داده بهمون، ولی از اون طرف نتونستن این سود رو به دست به اصل پولشون هم نتونستن برسن به صورت ریالی نه تورمی. 1 میلیارد تومان داشته الان شده 300 میلیون بعد این همه سال. خیلیه، زیادم هستن، کم نیستن آدما. پس ما نکته اول تو شرایط تورمی فعلی که داریم هممون باید فارغ از هر میزان دارایی، هر میزان تحصیلات، هر میزان آشنایی با بازارهای مالی سرمایه گذاری بکنیم. بلدیم مستقیم، بلد نیستیم غیر مستقیم. رو غیر مستقیمش رو امروز آخر وقت بیشتر براتون میگم که چیکار بکنیم. مورد دو این که وقتی میخوایم یک سبد برای خودمون بچینیم باید حواسمون باشه که فرصت‌های خوب همیشه وجود دارن، هیچ وقت نباید هیجان زده بشیم. یعنی اینکه اگه الان مثلا بیت کوین به $100,000 رسیده، من نباید الان هیجان زده بشم بودو برو بخر. نه نمیخرم. یعنی بارها تو این چند هفته اخیر که بیت کوین بالای 95 بود، من به همه گفتم آقا نخر، اگه ورود نکردید تا الان وارد نشید. منطقی نیست. یک دارایی وقتی 40% توی یک ماه رفته بالا، هیچ منطقی نداره بخریم. اوکی ممکنه بیت کوین بشه 140,000 $150,000. ما منطق میبینیم. منطقی که یک دارایی توی یک ماه 30% بیشتر شده، اونم در حالی که یه سال قبلش تقریبا 100% شده، هیچ منطقی برای این نداره که الان من تازه بخوام وارد بشم. این خیلی اشتباهه. فرصت زیاد پیش میاد. همین بیت کوین رو نگاه بکنیم، مثال میزنیم. بیت کوین 60,000 65,000 دلاری چند سال گذشته، خب خیلی آدم ها اومدن توی سرمایه گذاری کردن دیگه. اون موقع هم یهو اومده بود تا $60,000. چه اتفاقی افتاد؟ اومد کم شد، به 40,000 رسید، به 20,000 رسید، به $17,000 رسید. خب یه سری فرصت ها پیدا میشه دیگه، یه سری شاخص هایی وجود داره که به ماها میگه که آقا این بازار خطرناکه یا خطرناک نیست. الان منطق داره برای ورود یا منطق نداره؟ من همیشه میگم که آقا مهم نیست الان بیت کوین تا کجا میره. بله من خودم هم روی 17,000 کسایی که وبینار بهمن 2 سال پیشو بودن، بیت کوین 1 میلیارد تومان بود ریالیش و فکر میکنم اگه اشتباه نکنم حدود 19-20,000 دلارم. اونجا سنگین به صورت اکیدن تاکید کردم و بیت کوین بخرید، حتما بیت کوین بخرید، 5% داراییتون هم شده بخرید. چرا؟ چون شاخص از ارزندگی داشتن صحبت میکردن. خریدیم 4 ماه 5 ماه فکر کنم 6 ماه هم بیت کوین تکون نخورد، ولی یهو رفت بالا. بیت کوین 17,000 دلاری ما تا 47,000 دلار رفت بالا و من اونجا گفتم من فروختم دیگه، بقیه‌شو هر کاری خودتون می‌خواید میتونید بفروشید، میتونید نگه دارید. من ترجیح همینه که بیت کوین بخرم 2 برابری بفروشم، نه اینکه بیت کوینی که 2-3 برابری شده الان بخرم. تو ریزش خریدم و انجام میدم. الان فرصت دیگه‌ای هست مثل بورس. یا باز همین بیت کوین ما پیش بینیمون این بود که توی این ماه رشد چشمگیری داشته باشه سر انتخابات ترامپ، یعنی وبینار ترامپی که گذاشتیم گفتم آقا الان ایلان ماسک داره میاد پشت ترامپ. خود ترامپ هم که بارها تو سخنرانیاش گفته من رئیس جمهور رمزارزها هستم. ETF هم که جدی اومدن دارن پشت بیت کوین هستن. بخریم بیت کوین رو. اوکی من خودم هم میدونم رو 47,000 دلار فروختم، ولی رو 75,000 دلار یه پله ورود میکنم. چه اتفاقی افتاد؟ نتیجه سود 36% بود. الان ولی وارد نمیشم. الان نگاه میکنم تا دوباره ببینم یه فرصت استثنایی پیدا میشه یا بخوام انجام بدم یا ندم. ممکنه 2 سال دیگه این فرصت پیش بیاد، ممکنه 6 ماه دیگه، ممکنه 1 ماه دیگه یه ریزش اساسی داشته باشیم. تو ریزشا بخریم، نه توی موقعی که الان هیجان هست. بورس همینطوره، طلا همینطوره، نمیدونم با بقیه بازارها همینطورن. تو حالت منطقی بخریم. انقدر این بازارها بالا پایین دارن که فرصت‌های پایین اومدنشون هست. نباید حسرت بخوریم که ای وای این فرصت دیگه از دست رفت، دیگه نمیشه. تکرار میشه دیگه. تو همین 1 ماه و نیم اخیر بورس به طور متوسط 30% بازدهی داده، 35% بازدهی داده. خوب معامله میکردیم میشد 50%، 60% هم بازدهی بگیریم. اوکی؟ صندوق اهرمی نگاه بکنیم 60% بازدهی داده تو 1 ماه و نیم. خیلی جذابه دیگه. تازه ما میتونستیم ریسکمون هم کنترل بکنیم، سود بالاتری هم به دست بیاریم. 60% توی ماه و نیم عدد ایدئاله. کجا این سود رو بهمون میدن؟ آیا این فرصت دیگه تموم شد؟ حالا شاید الان دیگه آخرش باشه، بعدن آینده دوباره این فرصت رو پیش بیاد. پس مهمه که این رو ماها درک بکنیم.
موضوع بعدی در مورد چیدن سبد. ما باید نسبت ریسک به ریوارد رو رعایت بکنیم. هر چقدر یک دارایی پر ریسک تر باشه مثل بیت کوین، باید وزن کمتری توی سبدمون داشته باشه. این مهمه. هر چقدر یک دارایی ریسکش کمتر باشه، حجم بیشتری باید توی سبدمون داشته باشه. مثلا چرا عمده پورتفولیویی که همیشه پیشنهاد میکنیم وزن بیشتر از 50% یا حدود 50% طلا یا ملکه؟ چون اینا ریسک خیلی زیاد پوشش میدن، تا حد خیلی زیادی کمتر میکنن این ریسکو. پس مهمه که من بخوام ارزم به خدمت شما حجم زیادتری رو بدم. ببین این منطقه ها، ما هر چقدر آدم برعکسن، دارایی پرریسک‌تر رو بیشتر میخرن. مثلا سهام من میدونم خوبه، فعال بازارم، 14 15 سال تو بازارم دارم کار میکنم، ولی نمیرم بیشتر از 30-40% پولم رو، داراییم رو برم توی بورس بذارم. نه، چرا این کارو بکنم؟ من ترجیح میدم اگر سودی هم به دست میاد ماهانه خارج بکنم، به دارایی های دیگه تبدیلش بکنم. این مهمه. مسئله بعد اینه که اصل پورتفولیو رو باید رعایت بکنیم. تک دارایی شدن خیلی خطرناکه. تیم 530 تا سوالی که این ما یه ماه جواب دادیم، آدم‌ها اکثرشون تک دارایی بودن. یعنی اینکه کل داراییشو رفته مثلا نمیدونم بیت کوین خریده. واقعا این اتفاق بوده. یعنی نفر 80% داراییش بیت کوین بود. اگه این بیت کوین به $60,000 برسه چه اتفاقی میفته برای این آدم؟ دارایی یا نه بگیم سرمایه ها، 80% داراییش بیت کوین بوده. سبدش چقدر کوچیک‌تر میشه؟ 25% این آدم فقیرتر میشه. خیلی بده دیگه اگه بیت کوین مثلا به $60,000 برسه یا عددهای دیگه‌ای. نباید این کار بکنیم. از اون طرف تنوع بیش از حد هم خطرناکه. ما هر چقدر تنوع بیش از حد بدیم سودمون رو کم میکنیم. مثلا منطق نداره. من مثلا یه سری آدما رو ما میدیدیم این یک ماهی که رفتن با پولشون 5 تا صندوق طلا خریدن. چرا؟ اصلا چه لزومی داره؟ یا مثلا رفته تو سهام 20 تا سهم خریده با دارایی حدوداً 400 میلیون تومانی. این آدم در بهترین حالت اندازه شاخص سود میکنه، یعنی مثلا سودی نمیکنه. حالت ایدئاله که ما 5 تا سهم بیشتر توی پورتفولیومون نداشته باشیم اگه توی بورسیم. اگه توی طلا داریم سرمایه گذاری میکنیم، نهایتا 2 تا ابزارش، نه اینکه همه صندوق‌های طلا رو بخریم، هم سکه بخرم هم شمش بخرم، صندوق یه دونه. یعنی اصلا چه لزومی داره اینقدر پراکندش میکنین، جای مختلف میذارید؟ اگه دارایی بالای 10-20 میلیارد اوکی، من میگم کارتون درسته. ولی وقتی دارایی حدوداً 1 میلیارد 2 میلیارد تومنه، منطق نداره این کارو بکنیم. یا برین شمش بخریم بذارین یه جای امن، یا برو صندوق طلا بخر. این کار بهتریه. مورد بعدی این که پارامتر سن و بازنشستگی رو حتما باید توی سبد دارایی اعمالش بکنیم. اگر من سنم زیاده نباید دارایی های پر ریسک بخرم. مثلا واقعا من هر کسی که بازنشسته میشه میاد سراغ ما یا میخواد با پول بازنشستگیش بره سرمایه گذاری بکنه، من اگر قسم هم بخورم که بیت کوین، مطمئن باشم که بیت کوین رشد چشمگیری میکنه، به این آدم امکان نداره توصیه بکنم. اصلا نباید بهش توصیه بکنیم. چرا؟ چون این آدم این کل داراییشه. این داراییه که تا آخر عمرش باش درگیره. داراییه که باید یه حاشیه امن خوبی براش خودش بسازه. اگه بخواد این کار رو داشته باشه، بخواد وارد این قضیه بشه، پولش رو زیاد بذاره داخلش، ریسک مختلف، ریسک بزرگی بکنی، آدم ممکنه فقیر بشه، نتونه جبران بکنه. پس حتما مهمه تو سنهای بالا، هر چقدر سن بالاتر میره، باید ما سبدهای کم ریسک‌تری بچینیم، وزن طلا رو بیشتر بکنیم، وزن ملک رو بیشترش بکنیم. یعنی خیلی مهمه. یه آدم 70 ساله اگه داره پورتفولیو میچینه، باید حتما 80% پورتفولیوش اگه خیلی هم دیگه پر ریسک باشه، حتما طلا و مسکن باشه. غیر این دوتا من هیچی دیگه بهش نمیگم. حتما 80% پورتفولیو این آدم باید طلا و مسکن باشه. تو سن 20 سالگی 30 سالگی خب میشه ریسکای بیشتر کرد دیگه. من اگه کل پولم رو هم به باد بدم، فرصت‌های بیشتری در آینده ممکنه برام پیش بیاد که بتونم در واقع برم کار دوم سوم چیزایی انجام بدم، جبرانش کنم. این به این معنی نیست که اگه سنتون 20 سال است برید کل پولتون رو پر ریسک عمل بکنید. نه، مدل منطق ریسکو داریم میگیم. هر چقدر سن بالاتر، سبد کم ریسک‌تر. این خیلی منطقیه که ما بخوایم این کارو انجام بدیم. مسئله بعدی توی چیدن پورتفولیو نقشه‌بندیه. ما حتما باید عامل نقشه‌بندی رو در نظر بگیریم. مسکن خیلی دارایی امنیه دیگه، ریزش کمی داره ولی نقشه‌بندی نیست. مگه کل داراییم ملک باشه؟ مثلا یه دونه ملک دارم، یه ملک هم برای سرمایه‌ای خریدم، یه ملک دیگه هم پول دستم میاد میرم میخرم. خب خیلی اشتباهه این.
مگه به یه پول نیاز پیدا بکنم مجبورم ملکه رو بفروشم؟ کی ازم میخره؟ بخوام سریع بفروشم باید زیر قیمت بدم، بخش زیادی از سودم میپره اینجا. پس منطق نداره که ما دارایی های با نقشه‌بندی کم زیاد توی پورتفولیومون باشه. حتما باید این وزنش کنترل شده باشه. من به نظرم 50% رو به ملک اختصاص بدیم. حالا تو سبدهای مختلف درصد متفاوته. دوستای قبلی میدونن که ما یک در واقع جدولی درست میکنیم، میزان دارایی و سطح ریسک، که میگیم تو چه دارایی هایی با چه، مثلا کسی که 10 میلیارد داره، من حتما 10 میلیارد به بالا داره، من حتما ملکو میارم تو داراییاش. یعنی حتما توصیه میکنم که بخشو برو ملک بخر یا طلا بخر اگه حالا ملک 2 میلیارد 3 میلیاردی پیدا نمیکنی. منطق نداره که بیشتر از 50% پورتفوی ما پورتفوی دارایی یا سرمایه گذاری، هر دو فرقی نداره، بیشتر از 50 تا 70%ش بخواد دارایی ها باشه که نقشه‌بندیش خیلی کمه. خودرو دارایی نقشه‌بندی نیست به نظرم. همین الان شما تصمیم بگیر برو ماشین تو بفروش، به قیمت بفروش ببینم کی میخره. واقعا نمیخرن، یعنی اصلا بحث چیزایی نیست که بگیم داریم مثال میزنیم، واقعا خرید نمیکنن. باید حتما یه 10% زیر قیمت بدین تا بخرن ازتون. باید حتما ملکتون رو یه تقویم ویژه بدین تا ازتون بخرن. پس نقدشوندگی حتما مهمه. مسئله بعدی تو چیدن پورتفولیو طلاه. ما حتما با هر سطح ریسک و دارایی که هستیم باید طلا تو پورتفولیومون داشته باشیم. طلا دارایی هست که به دارایی ضد بحران معروفه. وقتی یه تنشی پیش میاد داخل سطح داخلی خودمون، سطح جهانی، اولین چیزی که مثبت میشه طلاه. پس تو شرایط عدم قطعیت و پرابهامی که ما داریم حتما باید طلا رو داشته باشیم به چند علت: یک، ضد بحرانه، دو، نقد شونده است، سه، هر جای دنیا قیمتش ثابته، چهار، تو 24 ساعت 7 روز هفته میتونید طلا خرید یا فروش بکنید. حالا ابزارش هم زیاده، قبلا گفتیم بیا واردش نمیشید. پس ما حتما باید طلا داشته باشیم. طلا رو نمیخریم به این نیت که سود بکنیم، طلا رو میخریم که پورتفولیومون رو بیمه کنیم. من همیشه 40% پورتفولیوم عموما طلا بوده. حالا یه وقتایی مثل الان بورس در واقع رشد زیادی کرده، وزن طلا کمتر شده که حالا کم کم تعدیلش میکنم، ولی عموما همیشه 40% رو من به طلا اختصاص دادم از دارایی که بین بورس و طلا 40-60 بوده عموما. چرا؟ چون پورتفولیو بیمه میکنه، بازار میریزه، من تحلیلگر پیش بینی میکنم بازار رشد میکنه، آقا میزنن یکی رو ترور میکنن دوباره میاد پایین دیگه. پول داشته باشم بتونم تو قیمتی کمتر بخرم. مگه من پیش بینی نمیکنم آخر سال مثلا شاخص بشه 3 میلیون؟ پس الان من یه دارایی دارم که میتونم نقدش بکنم و میتونم برم به اون بورس تبدیلش کنم، حالا که ارزون تر شده، حالا که اومده پایین تر، که سود بیشتری بکنم، تو اولین فرصتم جایگزینش میکنم. یا پول نیاز دارم، اصلا من دارم کار کاسبی راه انداختم، پول نیاز دارم، سهامم که ریزش کرده که نمیرم با ضرر بفروشم، که میرم طلا رو میفروشم که رشد کرده. یعنی ببین چقدر آدم رو طلا جلو میندازه. با هر سطح ریسکی، با هر سطح دارایی که هستیم باید طلا توی پورتفولیومون داشته باشیم. مورد آخرم که تکرار حرفای قبلیه، شرط اول ما اینه که قدرت خریدمون حفظ بمونه. شرط دوممون اینه که بریم یک کوچولو هم شده بیشتر از تورم سود کنیم. مرور بکنیم اکثرمون این مدلی هستیم. من واقعا با بیشتر از 300-400 نفر مستقیم اینو حرف زدم، دارم بهتون میگم. 300-400 نفری که داراییشون بالای 3-4 میلیارده ها، نه بگیم دارایی های جزئی، اینا نمیتونن به اندازه تورم بازدهی بگیرن. سرمایه گذاری کرده ضرر شده، سرمایه گذاری کرده سود کم شده، سرمایه گذاری کرده به موقع خارج نشده. کوتاه بیایم دیگه، خودمون رو گول نزنیم، اندازه تورم بریم جلو. ممکنه یک ماه مثل الان بورس مثبت باشه 40% هم این یک ماهه بهم بده، ممکنه هم از 6 ماه طول بکشه. من فقط همین رو داشته باشم که به اندازه تورم بتونم سود بکنم. شرط اول رو رعایتش بکنم، حالا برای شرط دوم میشینم کارهای دیگه انجام میدم. اینم از نحوه چیدن پورتفولیو. اما بریم سراغ چک لیست. اینا همه چیزایی که گفتم می‌خواستم ذهنتون آماده بشه، با مبانی سبد دارایی، سبد سرمایه آشنا بشین، با وام گرفتن آشنا بشید، با همه اینها ذهنتون آماده بشه که به چک لیست برسیم. چون چک لیست چیزی غیر از اینهایی که گفتیم نیست. اونا رو بعد اصول و پیش‌فرضش رو بلد باشیم تا بریم سراغ چک لیست. چند تا سوال مهم رو از خودمون بپرسیم. یکی این که واقعا اگه اینا رو بنویسید، من بهتون قول میدم خودتون میفهمید که کجا باید سرمایه گذاری کنید، خودتون میفهمید که بیت کوین بخرم یا نخرم.
خودتون میفهمید که من الان برم با پولم ملک خرید بکنم یا نکنم. عربا یه ضرب المثل خیلی مهم دارن که من خیلی دوستش دارم، میگن که فهم سوال نصف جواب. شما صورت مسئله رو خیلی وقتا نمیفهمیم، خیلی بده، ما نمیدونیم که کجای کاریم، نمیدونیم که چه وضعیتی داریم و میریم همینطوری توکل تو الله سرمایه گذاریمون رو انجام میدیم. چرا؟ چون فلانی گفته این کارو بکنی. چرا؟ چون فلان پیج به من گفته مثلا الان دلار میشه 70 تومن. چرا؟ چون عمم گفته، خالم گفته، عموم گفته. نکنیم اینا رو، بریزیم دور، بشینیم چک لیست برای خودمون کامل بکنیم. باور کنید 10 دقیقه هم طول نمیکشه. بنویسید، نه اینکه بهش فکر کنید. فکر کنید یه دونه آزمون استخدامیه دیگه، بشی اینها رو بنویسید، یه لیستش بکنید و بعدش خودتون یعنی کامل قشنگ روی کاغذ اینها رو بنویسید، جواباش رو مکتوب، که بذارید هم یه گوشه بمونه. یعنی بعدش مثال میگم، الان شما هدفتون اینه که برید خونه دومتون رو بخرید یا نخرید. خب هدف من چیه؟ میخوام مثلا امروز در نظر بگیریم رفتیم شه مشاور اقتصادی، میخواین ازش مشاوره بگیریم، یه دونه سوال مهم هست دیگه، یا 3-4 تا سوال مهم هست ما داریم دیگه. سواله رو بالا می‌نویسیم، این رو فرم پر می‌کنیم برای خودمون، اینو بکنیم ببینیم چی میشه دیگه. آخر امروز هم با هم راجبش حرف میزنیم. سوال اول، نسبت دارایی و نسبت بدهیتون چجوریه؟ گفتیم دارایی دیگه، نمیگم نسبت سرمایه، نسبت دارایی و نسبت بدهی. این اکثر آدما نمیدونن. یعنی این که میگیم که چقدر بدهی داریم که خیلی. خب خیلی چقدره؟ نمیدونم. من مثلا 40 میلیون دارم ماهانه بدهی دارم، به این و اون دارم پس میدم. بعد خب 40 میلیون از نظر 99% آدمای جامعه زیاده. خب منم از نظرم به این اولین سیگنالی میگیرم که آره 40 میلیون زیاده دیگه. بعد میگم که خب ماهانه چقدر ورودی داری؟ میگه که چقدر حقوق میگیری؟ میگه خب شغلم آزاده، متوسط مثلا احتمالاً 100-150 برام باقی میمونه. خب پس 40 میلیون بدهی بر مقابل 150 میلیون تومن ورودی عدد خاصی نیست. پس تو خیلی بدهی نداری. این مهمه. یا اصلا بشینیم مجموعش رو حساب بکنیم. میگه من 50 تومن بدهی دارم، ماهیانم 70 تومن ورودیمه. خب برای این آدم این آره واقعا خیلیه دیگه. بعد میگه چند تا قسط باقی مونده؟ میگه 3 تا. خب پس خیلی نیست. 3 ماه دیگه تو آزاد میشی، 3 ماه دیگه تو 50 میلیون برات باقی مونه و 70 میلیون ذخیره داری. پس اجازه داری بری بر وام بعدی اقدام بکنی که 3 ماه دیگه بهت پرداخت بکنم، منتها با همون اصولی که گفتیم. نسبت دارایی به نسبت بدهیمون چجوریه؟ یه دونه جدول این ترازنامه بشین بر خودتون درست بکنین. یعنی یه دونه کاغذ بردارید، یه خط از وسطش بکشین، یه جا بنویسین دارایی، یه جا بنویسین بدهی. عین حسابدار عمل کنین برای خودتون دیگه. تو ستون دارایی بنویسین من چیا دارم، ملک دارم یا ندارم. اگه ملک دارم ارزشش چقدره؟ مثلا 5 میلیارد تومان. ندارم چقدر رهن دادم؟ 800 میلیون تومان. اوکی. ماشین دارم، وسیله های خونم تقریبا مثلا میشه 200 میلیون تومان، مثلا تقریب دیگه. 500 میلیون پول طلب دارم، یه پروژه‌ایه که باید مثلا بهم بشه. این دارایی های من است که وجود داره. بدهیام، کرایه خونه دارم، نمیدونم اینو قسط دارم، چقدر مجموعش آخر سال چقدر؟ اینو یه بار در بیاریم برای خودتون ببینید زیاد هست یا نه. خیلی وقتا میشه که آدما انقدر ذهنشون به هم میریزه که این دو تا 4 تا رو نمیتونن حساب بکنن. مثلا میشه حساب میکنه، میگه که من 50 میلیون تومان بدهی دارم، خیلی زیاده، این وحشتناکه. بعد نگاه میکنی آره واقعا برای آدم که 60 میلیون حقوق میگیره 50 میلیون بدهی وحشتناکه. بعد نگاه میکنی میبینی آقا تو اگه 300 میلیون تومان مثلا طلا هم ذخیره داری دیگه، یا پول نقد توی بانک داری، هر دارایی دیگه، یا تو این اگه مثلا نصفشو بدی الان پرداخت بکنی، یه دونه آرامش فکری برات ایجاد میشه، میتونی خیلی کارهای دیگه بکنی. پس سوال اول، نسبت دارایی به نسبت بدهیمون چجوریه؟ سوال دوم، میزان ورودی و خروجی توی ماهمون چقدره؟ این مهمه. آقا دخل و خرج اون رو بنویسیم. کسایی که شغل آزاد دارن توی این قسمت مصیبت دارن، من باهاشون هر موقع حرف میزنم نمیدونه. یعنی میاد مخارج از درآمد در واقع مغازه همزمان میره برای نمیدونم خونهشون هم خرج، اصلا یه آشفتگی بدی داره. کسی که شغل آزاد دارن خیلی بدن توی این قضیه، اصلا نمیتونن نظم رو داشته باشن. بشین حساب کن، یعنی ببینیم که آقا ورودی من چقدره. یه اس های بانک میاد دیگه، اگه شغلمون آزادی، حقوقمون مشخصه دیگه، چقدر خرج داریم من مشخصه، باز اس ام اس تو بانک اون میاد. یه برآیند این اپلیکیشن های بانکی هم که همشون بهمون خروجی میدن که این ماه چقدر دخل داشتیم، چقدر خرج داشتیم. این دخل و خرج رو بنویسیم.
سوال سوم، چشمانداز زمانی سرمایه گذاری شما کجاه؟ این خیلی سوال مهمیه. یکی میگه که من 6 ماه دیگه میخوام مهاجرت بکنم و پول برای 6 ماه دیگه میخوام. یکی میگه که نه، من برای مثلا بچم 5 6 سال دیگه احتمالاً میخواد ازدواج کنیم، میخوام جواز بخرم. 5 سال این 6 ماه. یکی دیگه میگه که من یه پولی در واقع باید مثلا پیش خرید کردم خونه رو، 1 سال دیگه سندش آزاد میشه، این 10% که 3 میلیارد تومنه رو باید بدم، پس 10% 1 سال دیگه این پول رو داره. ببینید بازه های زمانی مختلف کارهای مختلفی میشه کرد. کسی که میخواد 6 ماه پول رو پس بده، کسی که میخواد 6 ماه سرمایه گذاری بکنه، حتما باید دارای نقدشونده داشته باشه، حتما نباید سراغ ملک بره، حتما نباید سراغ خودرو بره، دارایی که ارزشش حفظ بمونه. شما اگه نیتتون واقعا زیر 3 ماه، زیر 6 ماهه، فقط باید دارایی بگیری که ارزش حفظ بمونه، جرأت ریسک نباید داشته باشی. نباید به این فکر کنی که ای وای حالا بذار الان برم بیت کوین رو بخرم، حالا الان برم فلان سهام بخرم. نه، هیچ کدوم این کارو نباید بکنی. فقط دارایی که سود قطعی و سود مطمئن داشته باشیم، ما ارزش پولمون حفظ بمونه، همین، هیچ چیز دیگه ای نباید بخریم. پس چشم انداز زمانی مهمه. حالا کسی که داره 5 ساله میخواد، 6 ساله میخواد، یا کسی که الان بچهش تازه به دنیا اومده میخواد که قلکی براش درست کنه که در آینده بره براش یه سرمایه گذاری بکنه 10 سال دیگه، 5 سال دیگه، مدام شاید بتونه بره نمیدونم یه ملکی هم پیش خرید بکنه که نقدشوندگیش پایین باشه. مهم نیست، 10 سال دیگه است. اگه گزینه خوبی پیدا میکنم الان میرم وام میگیرم، یه دونه ملک پیش خرید میخرم یا ملک میخرم و قسطشو میدم. اصلا مهم نیست، نقدشوندگی الان برای من ملاک نیست. پس قسمت در واقع مهم بازه زمانیه. چشم انداز زمانیتون رو تعیین بکنید که تا چه زمانی میخواین این رو سرمایه گذاری بکنید. سال 4، سنتون چقدره؟ یعنی این سوال رو بنویسید. من 25 سالمه، من 50 سالمه. گفتم برای سنهای مختلف سطح ریسک متفاوت میشه. سن من اگر 50 ساله، قدرت ریسکم با آدم 20 ساله، 25 ساله، 30 ساله متفاوته. این مهمه که باید حتما این رو بدونیم. سوال بعدی، دقیقاً برای چه کاری سرمایه گذاری میکنیم؟ ما بنویسیم من هدفم چی از سرمایه گذاری. یه جمله خیلی جالبی هست که میگه اگه شما میخوایم برید دعوا هم بکنید، قبلش بشین فکر کن که چه فوشایی بدی. این که دیگه سرمایه گذاریه دیگه، من فکر کنیم چه فوشایی بدیم بعد اومدیم خونه دلمون نسوزه. این که سرمایه است. من دقیقاً برای چه کاری دارم سرمایه گذاری میکنم؟ اکثر آدم نمیدونم، حالا پیشنهادی شد بریم سرمایه گذاری بکنیم دیگه. هدفم چیه؟ اوکی، اصلا سود هم داد، قرار با سود چیکار کنم؟ دوباره برم سرمایه گذاری باش بکنم، خارج بکنم، برم بدهیمو بدم، قرار بدم بچه‌م میخواد بره مهاجرت بکنه، قرار چیکارش کنم؟ بشینیم این رو بنویسیم. یعنی اینکه هدف من از سرمایه گذاری چیه؟ هیچ اشکالی نداره اگه من هدفم خرید خودروی بهتره، هیچ اشکالی نداره من اگه هدفم عوض کردن دکوراسیون خونمه. علاقه مهمه. گزینه بعدی، سطح علاقه من چه جوریه؟ ما سرمایه گذاری میکنیم که در آینده بتونیم بیشتر مصرف کنیم دیگه. خب پس اگر من علاقم الان به، ارزم به خدمت شما، اینه که ماشین بهتری داشته باشم، هیچ اشکالی نداره. هدفم رو بر مبنای این تعیین میکنم که بتونم به اون علاقم نزدیکتر بشم. یکی هدفش اینه که خونه بزرگتری داشته باشه. بله میدونیم شاید خونه 120 متری با 150 متری خیلی تفاوتی نداره، جفتش متراژش خوبه برای 2 نفر مثلا و جفتش هم نیاز رو برطرف کنه. هدف این آدم اینه که خونه بزرگتر داشته باشه دیگه، هیچ اشکالی نداره. ما سرمایه گذاری میکنیم که به علاقه هامون جواب بدیم. اگه قرار باشه سرمایه گذاری بکنیم که فقط پولمون بیشتر بشه، که این دیگه به چه درد میخوره؟ ما علاقمون رو تعیین میکنیم، در راستای اون حرکت میکنیم. مثلا به هدف یه نفر ماشین 4 میلیارد تومانیه، اوکی، تعیین میکنم من اگر به 15 میلیارد تومان، به 20 میلیارد تومان دارایی رسیدم، میتونم یک ماشین 4 میلیاردی هم بخرم دیگه. حجم داریمو بزرگ میکنم، بعدم بر اساس اون نسبت میرم خودرویی که مد نظرم هست رو خرید میکنم. سوال بعدی که خیلی به نظرم مهمترین سوال این قسمته، اگه تو سرمایه گذاری چه اتفاقی بیفته شما راضی میشید؟ این خیلی سوال مهمیه ها. اگه تو سرمایه گذاری چه اتفاقی بیفته راضی میشید؟ اولین صحبتم امروز همین بود دیگه. هیچ کس از سرمایه گذاری کردن حس رضایت به دست نمیاره. این خیلی بده. اگه سود بکنیم حسرت میخوریم که ای کاش بیشتر پول داشتیم. اگه ضرر بکنیم حسرت میخوریم که ای کاش این کارو نمیکردیم. کم سود کنیم قصه میخوریم، بیشتر سود بکنیم
میگیم آره ببین اینجوری شد، کاش که بیشتر میشد. بیایم یه حد رضایت برای خودمون تعیین بکنیم. من هدفم چیه؟ اگه من به اندازه تورم بازی بهم بده کافیه برام. من هدفم چیه؟ اگه به اندازه $10 بهم بازدهی بده برام کافیه. من هدفم چیه؟ اگه بتونم 30% بیشتر از تورم بگیرم کافیه. اینا رو بنویسید، یادمون میره، خیلی بده یادمون میره. اینا رو بنویسیم که دقیقاً چه اتفاقی بیفته من راضی میشم سال بعدی. و وقتی هم به اون نتیجه رسید خارج بشیم، ما از سرمایه‌گذاری خارج بشیم. هدف من این بوده که یه سود 2 برابری تو بورس بکنم. شده دیگه، بورس مثبت، نوش جون بقیه. من هدفم خارج شدنه. من همون چیزی که بهتون گفتم برای بیت کوینی که برای خودم اتفاق افتاد. حجم زیادی هم بیت کوین بود که از $17,000 $18,000 تا $48,000 رفت. من دیگه فروختم، بسته برای من، بسته، بقیه‌اش نوش جون بازار. نگه می‌داشتم الان داریم 2 برابر بود. الان یه بخش جزئی دارم که صرفا بر مبنای همون بیت کوین $70,000 بود که خریدیم چند ماه گذشته. نوش جون با من هدفم رسیدم، راضی هم هستم. میرم یه بازار دیگه پیدا میکنم، بیت کوین دوباره مطمئنم یه فرصت دیگه در آینده بهم میده که وارد بشم، اونجا خریدم رو انجام میدم. سال بعدی نیازتون به پول چه جوریه؟ یکی هست میگه که مثلا نیازی ندارم، این پول کنار گذاشته شده 2 سالم نمیخوامش، حالا بعدن یه سودی هم بهم داد، این پول همینطوری اومده دیگه. یکی دیگه میگه که نه، من نیاز دارم که ماهانه 1% سودی بهم برسه، یعنی حتما من باید یه بخش سود ماهانه دریافت کنم. یکی دیگه میاد بهم میگه که نه، من نیاز ندارم به این قضیه، من میخوام اتفاقی که برام بیفته این باشه که 6 ماه، هر 6 ماه یه بار من بتونم یه چکی دارم، چکم رو پرداخت بکنم. مدل نیازمون به پول رو باید مشخص باشه. اگه من 2 سال قراره که به پول دست نزنم، میتونم کارهای جالب تری انجام بدم. میتونم برم، نمیتونم روی سهام‌های مختلف آربیتراژ بگیرم، میتونم این کاری بکنم. یه نفری میگه که نه سود ماهانه میخوام، میگم اوکی، یه استراتژی ما توی بورس داریم به اسم کاورد کال. با این کاورد کال من ماهانه 1% سود مشخصی بهت میدم، کف 3% هم برات تضمین میکنم. اوکی، حالا بهتون میگم کاورد کالم چی. اینا همش شدنیه. یعنی اگر ما بدونیم کجا قرار اگر ما بدونیم کجا قراره بریم، مسیرمون هم مشخص‌تر میشه، قشنگتر میتونیم به سمتش حرکت بکنیم. سوال بعدی، خیلی وقتی ما ندونیم که مسیر کجا، چه جوری قراره که به سمتش حرکت کنیم، خیلی سوال مهمیه ها. یه جاده مه‌آلود تاریک بده، ما حالا میریم امید به خدا دیگه یه جایی میرسیم. بله تو این تورمه هممون پولمون بیشتر میشه به ریالی، ولی ارزشش هم بیشتر میشه یا نه؟ این مهمه. سوال بعدی که سوال مهمی هم هست، چقدر به بازار مالی آشنایی دارید؟ خودمون رو گول نزنیم. هممون به این فکر میکنیم که من شم اقتصادی خوبی دارم، من میدونستم بورس 99 پر ریسکه، من میدونستم 2 ماه پیش بورس بالاخره رشد میکنه بعد این همه ریزش، من میدونستم. چقدر از این من میدونستم رو گفتیم تا الان و چقدر نتیجه داده بهمون، چقدر طلب استفاده کردیم. اوکی، شما که میدونستی 99 بورس ریزشیه، تونستی پولتو خارج بکنی یا نه؟ تو که میدونستی طلا امسال میشه سکه 50 میلیون تومان، سکه خریدی پارسال یا نه؟ یعنی بیایم ببینیم چقدرش محقق شده. یعنی رزوممون رو بیایم بنویسیم دیگه. اولا آشناییمون با بازار مالی، اصلا تا حالا سهام خریدی یا نه صرفا فکر میکنی که میفهمی که بازار کی رشد میکنه، که این توهم چی میگن هوش اقتصادی رو هممون داریم. دو اینکه رزوممون چه جوری بوده، بنویسیم یه بار من چه سرمایه گذاری هایی چه سودی کردم، سودم بر چه مبنایی به دست اومده. بر مبنای، ارزم به خدمت شما، چیزی بوده که چی بهش میگن، بر مبنای اون در واقع شانس بوده، یا بر مبنای نه تحلیل درست بوده، من تحلیل درست کردم که فلان کارو میکنم، این کارو میکنم و این کار انجام شد، الان نتیجه داد. این مهمه که این رو ما درکش بکنیم که دقیقاً چه جوری میتونیم بریم جلو و چه کارایی انجام بدیم. این چک لیست سرمایه گذاری بود. این 10-12 تا سوال برای خودتون بنویسید، یه جایی یادداشتش بکنید. قبل از هر سرمایه گذاری، قبل از هر سوالی که میپرسید، بیاین این رو از یکی میخوایم بپرسیم، بیاین این بگین که آقا من این وضعیتم اینه، به من بگو که من آیا برم مثلا ماشین بهتر بخرم یا نخرم، برم این کارو بکنم یا نکنم. یعنی قبل که یکی هم بپرسیم به این کارو بکنیم. دوستایی که تو بات بامبو هم بودن ماه قبلی و این ماه میشه با بات ققنوس، لطفاً این سوالا رو بپرسید. یعنی ما یه لیستی براشون ارسال میکنیم که سوالاتون رو بفرستید، این سوال‌ها رو بهش جواب بدین و بر مبنای اینها بیاین سوالاتتون رو بپرسین که جواب‌های بهتری هم بتونیم بهتون بدیم.
نکته آخر این که هر کسی باید توی این فضای مشاور اقتصادی کنار خودش داشته باشه. ببینید حجم دیتا خیلی زیاده، حجم دیتا انقدر زیاد هست که ما تقریبا 800 900 تا نماد بورسی داریم، حدود 500 تا صندوق داریم، حدود چند هزار تا رمز ارز داریم، حدود ابزارهای طلایی مختلفی داریم. ولی چجوری بتونیم اینها رو در واقع همش رو رصد بکنیم، بتونیم ببینیم کدوم بهتره کدوم بدتره، کی وارد بشیم کی خارج بشیم؟ اینجا باید حتما برید سراغ یا آدم‌هایی که یا ابزارهایی که اینها رو براتون دسته‌بندی کرده باشن. خیلی سخته. ببین یه چیز مهمی که وجود داره اینه که دنیل کانمن میگه دیگه، میگه که ماها هممون سوگیری داریم که این سوگیری ها قابل برطرف کردن هم نیستن، یعنی سوگیری هامون همیشه با همون همراهن. حالا یه مسئله مهم، این سوگیری هایی که همراه هستن اگه ما سیستمیش بکنیم خطامون تا حد خیلی زیادی کم میشه، چون سیستم دروغ نمیگه، چون سیستم اشتباه نمیکنه. کامپیوتر که احساس نداره، کامپیوتر که درگیر وسوسه و سوگیری نمیشه که. سیستم درست داشتن باعث میشه که ما بتونیم سود خوبی انجام بدیم. ما تو این یک ماهی که گذشت، یعنی تو این 40 روز از اومدن انتخابات ترامپ که وبینار گذاشتیم تا الان، کار مختلفی کردیم. ببینید این خروجی سیستمای ما دیگه، ما یه سری سیستم درست کردیم که توی بامبو یه سری مدل سازی‌های مالی خودمون داریم و یه سری کارهایی که انجام میشه. دقت بکنیم باز این عکس بالایی که گذاشتم دقیقاً پاوری بود که توی وبینار ما ارائه کردیم، یه اسلاید دوم سوم اون پاور بود. پایین هم میزان تحققی که اتفاق افتاد. راجع به دلار گفتیم که نرخ واقعی اون موقع همون 69000 تومان بود و تا پایان سال نرخ واقعی دلار حدود 77000 تومانه. خب و به اینم ما اشاره کردیم که دلار میتونه از نرخ واقعیش بالاتر بره یا پایین‌تر بیاد، ولی تو بلند مدت به نرخ واقعیش نزدیکتر میشه و به نرخ واقعیش نزدیکتر بشه. حالا نکته‌ای که هست چیه؟ نکته‌ای که هست اینه که زودتر به این عدد رسیده، ولی ما دیگه از دلار 77 تومن شوکه نمیشیم. چرا؟ من انتظار داشتم 3 ماه دیگه آینده بشه دیگه، ولی این 3 ماه نشده، الان محقق شده. نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که الان تونستیم پیش بینی اون 3 ماه رو بکنیم. دوستای خیلی زیادی میپرسیدن این یک ماه از ما که ما الان بریم در واقع طلا بخریم که بذاریم ارزون تر بشه. بعد میپرسیم شما دیدگاهتون کیه؟ میگفت دیدگاه هم میخوام 1 سال آینده بفروشم. گفتم ببین سال آینده دلار بالای این اعداده و طلا هم گرمی زیر 5 میلیون تومان احتمالاً بعد از عید نیست. طلا مثلا گرمی 4400 4500 بود. حتما بخر دیگه، اون موقع است. اگه دیدگاهتون موقع است بخر. من نمیدونم که لحظه ای چه اتفاقی میفته، ولی روند بلند مدت رو میتونیم بفهمیم. پس منطقی که الان خرید بکنیم، این دیدگاه داشته باشیم دیگه، دلار 77 تومانی امروز شوکه نمیشیم. انتظار هم داریم دلار یکم درجا بزنه، انتظار هم داریم یکم ثبات پیدا بکنه، چون رشدش رو پیشخور کرده. ممکن هم هست تا عدد یکم بالاتری بره، ولی میدونیم در نهایت به اون عدد واقعی خودش نزدیک میشه. یا این رو میدونیم که بالاتر از این بره دیگه منطقی نیست. پیشبینی دیگه‌ای که کردیم این بود که طلای جهانی آخر موج رشدشه و توی همین محدوده 2500 تا 2700 برای هر اونس باقی میمونه. نگاه بکنیم این اتفاق افتاد، اونس نتونست از 2700 رد بشه و به نظرم تو چند ماه آینده هم رد نمیشه، یکم هم اصلاح هم شاید بکنه. ببین همش منطق داره دیگه، نمیایم بگیم که این اتفاق میشه اینجوری میشه، x میشه y میشه z. نه، داریم میگیم با چه پیش‌فرضی، با چه منطقی، با چه اتفاقاتی میشه. راجب سکه ما اکیداً توصیه کردیم که سکه نخرید. خرید سکه واقعا منطقی نیست. چرا؟ چون حبابش اون موقع بزرگ بود. چرا؟ چون بانک مرکزی دستور داده بود که سکه احتمالاً افت چشمگیری پیدا میکنه. با استفاده از مصوبه‌ای که دادن که هر سال سکه‌های جدید ضرب میشه. خب ما کم نشستیم فکر کردیم که نه، اگه این اتفاق بشه که احتمال تحققش هم زیاده، حتما حباب سکه تخلیه میشه. بریم بازدهی رو نگاه بکنیم از بعد از ترامپ تا همین امروز، با اینکه سکه افزایش قیمت داشته ولی نسبت به طلای آب شده و صندوق طلا تونسته حدوداً 57% کمتر رشد بکنه. 5% روی طلا ها، نه 5% ریالی. این مهمه. بیت کوین حدوداً 77,000 دلار بود. ما پیش بینی کردیم که میتونیم انتظار با اومدن ترامپ رشد 30 الی 60% داشته باشیم. تو اون پورتفولیو پیشنهادی هم به همه گفتیم که حتما بخرید. یعنی بیت کوین به
اعداد بالاتری میرسه با این جوی که وجود داره، حتی با اخبار 5% داراییتون هم شده حتما بیت کوین بخرید و این اتفاق افتاد. بیت کوین امروز حدود $100,000 و ما این بازدهی رو تونستیم با مدت کوتاهی به دست بیاریم. راجب خودروها هم اشاره کردیم که گفتیم خودروی زیر 1 میلیاردی حتما گرون میشه و این اتفاق افتاد. چرا این رو میگفتیم؟ به چند علت. اولا که از اول سال تا الان خودرو گرون نشده بود، یک. دو اینکه خود دولت داشت مخالفت اساسی میکرد که خودرو بیاد توی بورس کالا، پس اینکه احتمالاً اون اتفاق نمیفته. اگه اون نشه افزایش نرخ کارخونه میشه. اگه کارخونه افزایش نرخ بگیره احتمالاً بازار آزادم یه جهشی پیدا میکنه به صورت جو روانی که وجود داره و خب این اتفاق افتاد. خودروهای زیر 1 میلیارد تومانی 10-15% گرونتر شدن. بریم قیمت تیبا، کویک، نمیدونم 207 اینها رو چک بکنیم که چه اتفاق براشون افتاد. تو خودروهای چینی هم همینو گفتیم، وارداتی‌ها که گفتیم حبابشون تا حد زیادی تخلیه میشه و اینا چون مشتری خاصی هم ندارن، رقیب وارداتی هم براشون زیاده. یه نگاهی بکنیم به قیمت چند تا ماشین رو من میگم شما برید روندش رو ببینید. چانگان CS55، چانگان CS35، نمیدونم T8 KMC، خود ماشین های KMC، ببینیم چقدر اختلاف افت جدی داشتن. یا حتی وارداتی هایی که اومده بودن، تویوتا کرولایی که قیمتش تا 5.5 میلیارد تومان هم میشد الان به قیمت 3 میلیارد تومان داره معامله میشه. ببینید افت اینا زیاده و ما اگر اینها رو ندونیم میریم کرولا 5 میلیارد تومانی خرید میکنیم. غیر از اینا ما اومدیم یه کار دیگه هم کردیم. اومدیم کاورد کال اولا آموزش دادیم، یه مدل آربیتراژ گرفتن، یه مدل معامله گریه که به بچه‌ها گفتیم. دو اینکه یه سری سیگنال هم دادیم. کاورد کال برای کسایی خوبه که دنبال یک جریان درآمدی هستن، دنبال اینن که من ماهانه 1% سودی به دست بیارم و متفاوته دیگه. شرط بورس بد باشه ماهیانه 3%، 4%. بورس مثل این ماه خوب باشه سودای 7%، 8% ماهانه که اینا اگه مرکب سالانه شو بگیرین سالانه تقریبا 100% به ما بازدهی میده، 200% بازدهی میده بعضن. خیلی جذابه. یعنی پتانسیلی که این بازار وجود داره یه پتانسیل استثنائیه که واقعا آدم‌های خیلی زیادی هم باهاش آشنا نیستن. ما هم ابزارش رو ساختیم، هم آموزشش رو دادیم، همین که اومدیم گفتیم آقا چجوری از این استفاده بکنیم، هم سیگنال دادیم تازه که آقا امروز ما خودمون اینا رو خریدیم، اگه دوست داشتید برید بخرید. نگاه بکنید الان مثلا تو همین عکس این دقیقاً تو پیام کانالی که فرستادیم گزارش این ماه سهمایی که معرفی کردیم، موقعیتایی که معرفی کردیم، تو 25 در روز 7.5% سود کردیم به صورت قطعی. مورد بعدی، مورد دومش زستا بود که تو 15 روز 3.5% سود کردیم. مورد سومش تو 25 روز 6% سود کردیم. مورد چهارم توی 41 روز 13.5% سود کردیم. شاید به ظاهر 13% چیزی نیاد ولی خب بعدش که تموم شه که پولمون بیکار نمیمونه، یک موقعیت جدیدتری پیدا میکنیم. باز مورد پنجم شما نگاه بکنید، توی 16 روز 6% تقریبا سود کردیم. مورد ششم هم ببینید توی 13 روز 5% سود کردیم. 13 روز 5% عدد استثنائیه. ابزارش رو ما در اختیارتون گذاشتیم و میتونید هم ازش استفاده کنید. خودمون هم آموزش‌های مختلف هم داریم میدیم که آقا این کار خوبه چجوری بریم جلو. فارغ از جو بازار هم بوده اینا، یعنی ماهای بعدی هم اگر ببینیم که بازار احتمالاً به نظرم مثل ماه قبلی نیست، بازدهی خیلی خوبی به دست میده. غیر از این ما اومدیم با استفاده از هوش مصنوعی یه سری سبد در آوردیم. یه سری سبدهایی که سهما رو بهمون گفت که اولا ارزم به خدمت شما زیانده نیستن، از نظر بنیادی خیلی قوی هستن، ارزنده هستن و اینها بهمون پیشنهاد داده هوش مصنوعی که خروجیش رو ببریم استفاده بکنیم. توی ماهای مختلف نگاه بکنیم، از شهریور تا آبان ماهی که بوده. توی شهریور بازار بورس یه مثبت 3% بود شاخص، سبد پیشنهادی ما حدوداً 14% تونست رشد کنه. توی مهر ماه بازار بورس منفی بود، ما اندازه بازار تقریبا ریزش داشتیم، یعنی همون 5% که کل شاخص داشت. نگاه بکنید سهم‌ها بعضا توی بازارهای ریزشی 60-70%، 30%، 40% میریزن، ولی ما تقریبا پا به پای بازار سبدمون ریخته شد. یا توی آبان ماه که بازار مثبت بود ما تونستیم 1.5 برابر شاخص بازدهی بگیریم، 23% تونستیم بازدهی بگیریم. اینا هم مکتوب میکنیم دیگه که خودمون زیرش نزنیم، اگر اشتباهی بشه منفی بشه مثل مهر ماه میگیم آقا منفی شده، جو بازار این مدلی بوده، ما تونستیم اندازه شاخص بشه، بیشتر از اون نریختیم.
ولی تو موقع‌های مثبت بازار تقریبا تونستیم سودای چشمگیری به دست بیاریم. این کاری که ما انجام میدیم ماهانه، یعنی ماهانه بهتون سبد پیشنهاد میکنیم بر اساس سطح ریسک‌های مختلف، نقطه خروج و ورود بهتون میگیم کجاست که بتونید این کارو به راحتی خودتون انجام بدین. روی بازار جهانی هم دقیقاً این پیش بینی محقق شد. در مورد ترامپ ما گفتیم که چند تا اتفاق مهمی افته. شاخص دلار تقویت میشه، این نمودار سمت اولی طلای، دومی دلار از سمت چپ. دومی نمودار شاخص دلار. نگاه بکنیم چه اتفاقی افتاد. شاخص دلار محقق شد، دلار تقویت شد. از اون طرف وقتی دلار تقویت بشه خب طلا هم کاهش پیدا میکنه دیگه. گفتیم که هم اینجا نوشتیم که تنش های منطقه کمتر میشه که این اتفاق هم افتاد، هم در واقع میبینیم که آتش بس غزه اعلام شد، هم خود در واقع خیلی تنش ها کمتر شده و این اتفاقا محقق شد. از طرفی گفتیم رمزارزها جذابیت زیادی پیدا میکنن، بازدهی تقریبا 36% تو این عکس سوم که میبینید این هم محقق شد. ببینید اینا واقعا شانسی نیست، اینا این نیست که بگیم ما بهترین تحلیلگر بازاریم. نه، اگه بهترین تحلیلگر بازار بودیم تو این سبد پیشنهادی مهر ماه اینجوری نمیشد که ما هم منفی بشیم. نه، ما حتما توی اونجا سهمایی هم وجود داشته که مثبت بوده، ما هم ضرر کردیم، منتها پای بازار، خیلی بیشتر نه خیلی کمتر هم نه. ولی موقع هایی که در واقع وقتی شما میبینید این همه پیش بینی محقق میشه یه علت داره، یعنی چند تا علت مهم داره. یک، ما سیستمی کار میکنیم، یعنی نظرهای شخصی اعمال نمیکنیم، خروجی تحلیلگرای بزرگ رو میبینیم، فکر میکنیم، تیم تحلیل هستیم، یه نفر دو نفر هم نیست، نهاد مالی های مختلف دوره هم جمع میشیم، فکر میکنیم، برآیندش رو در میاریم و نگاه میکنیم که آقا خروجیش چی میتونه باشه و اینها در نهایت همش میشه این که این همه پیش بینی تو این یک ماه درست از آب در میاد. میگم فایل پی دی افش هم بوده دیگه، اگر چیزی اشتباه باشه دوستا هستن اینجا میتونن بهمون بگن که اینها محقق شده یا محقق نشده. غیر از اینا ما آموزش دادیم، به همه سیگنال دادیم، توصیه های اقتصادی کردیم، سوالای اقتصادی حدود 520 تا سوال رو جواب دادیم با سطح های مختلف، از سطح های مبتدی که مثلا نمیدونم صندوق طلا بهتره یا سکه طلا، تا سطح های حرفه‌ای که مثلا آقا این استراتژی آپشن چجوری ازش استفاده کنیم. 530 تا سوال جواب دادیم. و نکته چیه؟ نکته اینه که این روند توی ماه آینده هم ادامه داره که اگه دوست داشته باشین ما تو کلاب ققنوس که درست کردیم میتونید کنار همدیگه باشیم و به تمام اینها جواب بدیم. چند تا کار مهم میکنیم. یکی اینه که سبد پیشنهادی معرفی میکنیم که مثل همین ماهای قبلی بود که بهتون گفتیم، سبد بورسی بهتون میگیم، سبد کل دارایی میگیم، سبد سرمایه‌ای و سبد دارایی میگیم که بر چه مبنایی دارایی هامون رو بچینیم و سبد سرمایه‌مون رو. از طرفی تو هر بازاری هم چه چیزهایی بخریم چه چیزهایی نخریم، همه اینها رو میشینیم براتون توضیح میدیم، سبد بهتون معرفی میکنیم و پای تحلیلمون هم نیستیم دیگه. یعنی اگر اشتباه باشه میگیم آقا اشتباه شد، اگر درست باشه میگیم درست شد. الان این یک ماه اکثرا محقق شد، فقط یک در واقع تحلیل مسکن بود که هنوز محقق نشده که اونم گزارش بانک مرکزی بیاد بیرون میگیم که نتیجه داده یا نداده. سبد معرفی میکنیم، تحلیل بازارهای مختلف رو بهتون میگیم، موقعیت‌های سرمایه‌گذاری مناسب رو بهتون میگیم. ببینید مثال میگم، همین چیز کاورت کالی که من به شما گفتم، شما اگر ما بهتون یک روشی یاد میدیم که ماهیانه، من اینجا میتونم این رو ضمانتی بگم، تضمین بگیم که خودتونن که من براتون انجام بدم و خودتون انجام بدید. ماهیانه اگر کمتر از 3% سود کردید، خودتون هم ابزارش هم بهتون میدم. کمتر از 3% سود کردید میتونید کل در واقع هزینه‌ای که دادید از من بگید، یا اصلا کمتر از 3% رو من پرداخت میکنم. امکان نداره کسی بتونه کمتر از 3% تو بازار کاورت کال سود کنه. درصد 3% هم خیلی خوبه، 0.5% ماهیانه بیشتر از تورمه. بعضا ماهایی هم پیدا میشه، موقعیتایی هم پیدا میشه که ما میگیم ماهیانه 7-8% شما میتونید سود بکنید. غیر از اونجا ما تحلیل بازارهای مختلف و دونه دونه میگیم، سوالات رو همه رو جواب میدیم، یعنی ما فارغ از اینکه چه کسی چه سطح سوالی داره همش رو جواب میدیم. لایو ترید هفتگی براتون میذاریم، میگیم که آقا بیا واقعا تو بازار ببینیم این استراتژی که میگیم عملی میشه یا نه، با هم دیگه تو تایم بازار معامله میکنیم، من میبینیم چه جوریه. بیشتر جنبه آموزشی داره، نه جنبه این که همین الان بگیم برو این رو که الان من میگم بخر. نه، جنبه آموزشی داره که اگر احیانا سوال داشتیم بتونیم جواب بدیم. مورد پنجم، فرصت‌ها و ریسک‌ها رو معرفی می‌کنیم.
این ماه بیت کوین $100,000 شد، ریسک شد دیگه برامون. من گفتم که دیگه بیت کوین الان دیگه وقتش نیست، بیت کوین زیر $80,000 وقتش بود که خریدیم، الان دیگه فرصت خرید نیست، اجازه بدیم موقعیت‌های بهتری پیدا میشه که بخریم. غیر از اینها آموزش سرمایه گذاری مداوم هم داریم. ما وایس های مختلف روزانه میگیم که شما میتونید در واقع بازارها رو بفهمید چیه، شاخص های اقتصادی رو هم دیگه چه تأثیری دارن و کلا هر ابزاری که نیاز داشته باشه مثل فوت کوزه‌گری بهتون میگیم که بتونید از اینا استفاده بکنید. همه اینها توی یک ماه براتون انجام شه تو کلاب ققنوس. میتونید این QR کد رو اسکن بکنید اگه میخواید عضو بشید. هزینه‌ش هم 1,190,000 تومان ماهانه که اگر کسی تا پایان همین امشب ثبت نام بکنه 990,000 تومان هست. دوستایی که تو کلاب بامبو هم بودن الان اسمش ققنوسه، یعنی همون روندی که با هم دیگه داشتیم توی کلاب بامبو الان تو کلاب ققنوسه، هیچ تفاوتی نداره، صرفا یکم منسجم ترش کردیم، دسته بندیش کردیم. یعنی الان یک کانالی داریم که آموزش هامون جداه، یک کانالی داریم که پرسش پاسخ جداه و یک کانالی داریم که تحلیل ها جداه که راحت تر بتونید اینها رو از همدیگه تفکیک بکنید. روند همون رونده به مدل منسجم تر، به مدل بهتر که بتونید همه این کارها رو شما انجام بدید. اگه تا پایان امشب هم ثبت نام بکنید هزینه‌اش 990,000 تومانه. 3 راه هم دارین که برای ثبت نام بکنید. یکی این که این سایت رو براتون نوشتم ecotopia.ir/pricing رو بنویسید، اینجا براتون میاره، میتونید پرداخت بکنید. کد تخفیف یلدا رو هم اگر بزنید تا پایان امشب فعاله و براتون در واقع میتونید این رو با همون هزینه 990,000 تومان پرداخت بکنید. میتونید هم همین الان وارد بات ققنوس بشید که فونیکس اینوست وی آی پی بات که اینجا هست، لینک پرداخت داره، میتونید پرداختتون رو انجام بدید و عضو بشید. یا اینکه به آیدی پشتیبانی پیام بدین که اگر خواستید کارت به کارت کنین، نخواستید از طریق لینک پرداختتون رو انجام بدید. این کلیتی که وجود داره و این یک ماهی هست که ما قرار توی دی ماه با هم دیگه بریم جلو. از سوم کلاب ققنوس شروع میشه، این نکته رو هم بگم، از سوم شروع میشه، یعنی یکم و دوم فردا و پس فردا ما یکم تحلیلمون رو جمع بندی بکنیم که بگیم سبد پیشنهادیمون برای ماه دی چی هست، چه توصیه هایی داریم، چه کارهایی میکنیم راجع به بازارهای مختلف و بعدش از سوم ان شاءالله کار رو شروع میکنیم و به همه سوالا جواب میدیم و لایو ترید و چیزای دیگه هم که گفتیم میذاریم. این مدل آموزش‌های سرمایه گذاری اقتصادی که امروز هم داشتیم با هم دیگه راجع به چک لیست اونجا مفصل‌تر داریم. آیدی تلگرام اکوتی ادمین هست، آیدی پشتیبانی تلگرام که هر سوالی داشتید میتونید بنویسید، ازشون بپرسید و برای ثبت نام راهنماییتون میکنن. خیلی خیلی ممنونم از همه دوستانی که حضور داشتن. من عرضم به خدمت شما فیلم رو ذخیره کردم، من اینجا ببندم، این سیو رو بزنم یه لحظه تا نپریده که بتونیم فیلم رو بعدم در اختیار قرار بدیم.